این کتاب یکی از اثرگذارترین کتاب‌های موفقیت و راهنمای حرکت به سمت پولدار شدن و استقلال مالی در کل تاریخه. تا حالا کتابی مثل این نوشته نشده و بعید بدونم در آینده هم نوشته بشه. این کتاب الهام گرفته از فرمول موفقیت اندرو کارنگی است که چند سال پیش با نویسنده این کتاب در میون گذاشته بود. کارنگی نه تنها تونست خودشو مولتی میلیونر کنه، بلکه با در میون گذاشتن رازش با بقیه تونست اونها رو هم به موفقیت و ثروت برسونه. 500 مرد پولدار ثروتشون رو مدیون ناپل هیل نویسنده این کتاب هستن که تمام زندگیش رو صرف تحقیق و تبادل نظر با افراد موفق کرده. البته ثروت فقط به پول نیست. دوستی‌های با دوام، روابط خانوادگی مستحکم و اعتماد به نفس نیز ثروت حساب میشند و ثروت معنوی رو در پی دارن. کتاب بیاندیشید و ثروتمند شوید به شما کمک میکنه از این ثروت‌ها که در واقع سطح بالاتری دارند و متاسفانه معمولاً از اونها غفلت میشه لذت ببرید. 12 ثروت پایدار. همه دوست دارن ثروتمند بشن، اما کمتر کسی میدونه چه چیزی باعث ثروت پایدار میشه. اغلب مردم فکر میکنن ثروت محدود به اشیای فیزیکیه که با پول میشه اونا رو خرید. من یه لیست 12 تایی از چیزهایی که براتون ثروت پایدار به همراه داره رو میخونم. 1. نگرش مثبت روحی. 2. سلامت جسمی. 3. روابط انسانی خوب. 4. نترسیدن. 5. امید به آینده روشن. 6. دارا بودن ظرفیت شکست. 7. تمایل به اشتراک نعمتها با دیگران. 8. عاشق بودن. 9. یک ذهن باز در همه زمینه‌ها و نسبت به همه مردم. 10. نظم. 11. هوشی که با اون بشه مردم رو درک کرد. 12. امنیت مالی. دقت کنید که در واقع پول رو در آخر لیستی که مردم رو ثروتمند میکنه قرار دادم. حالا آماده شید که فلسفه بیاندیشید و ثروتمند شوید رو در عمل به کار ببندید و زندگیتون رو تغییر بدید. تغییری که نه تنها استرس های زندگی شما رو کم میکنه، بلکه برای دستیابی به ثروت فیزیکی و پول خیلی مفیده. توی هر بخش از این کتاب راز پول در آوردن صدها نفر که چندین سال مورد بررسی قرار گرفتند رو براتون میگم. اگه آماده باشید میتونید از این راز استفاده کنید. در هر بخش حداقل یک بار به این راز پی خواهید برد. میدونم که میخواید همین الان همه این رازها رو لیست کنم و بذارم کف دستتون. اما باور کنید فقط وقتی این رازها به درد میخورند که مفهوم واقعی اونا رو درک کنید. قبل از اینکه بخش اول کتاب رو گوش کنید یک سرنخ بهتون میدم تا بتونید راحت‌تر این راز مهم رو تشخیص بدید. همه موفقیت‌ها از یک ایده شروع میشند. اگه برای درک این راز آماده اید، نصف راه رو طی کردید و نصف دیگه راه رو لحظه‌ای که ایده منحصر به فردی به ذهنتون رسید طی می‌کنید. افراد پولدار اول به یک ثبات ذهنی رسیدن و شما هم باید اینطور باشید. من برای اینکه بفهمم افراد پولدار چطور به اینجا رسیدن 25 سال برای تحقیق و مطالعه وقت صرف کردم. اندرو کارنگی. وقتی من و برادرم به امید وکیل شدن در دانشگاه حقوق ثبت نام کردیم هیچ پولی نداشتیم. اما از اونجا که من یک نویسنده خوب بودم به خودم قول دادم داستانهایی رو در مورد افراد موفق بنویسم و اونها رو به مجله ها بفروشم و از این راه هزینه ها رو بدم. اولین داستانی که نوشتم داستان زندگی اندرو کارنگی بود. 3 ساعت با اندرو مصاحبه کردم. وقتی 3 ساعت تموم شد اون گفت مصاحبه ما تازه شروع شده. برای شام رفتیم بیرون و بعد از شام دوباره مصاحبه رو ادامه دادیم. اندرو ولکن نبود. اونقدر که برای مصاحبه‌ای که فکر می‌کردم فقط 3 ساعت طول بکشه منو 3 روز تو خونش نگه داشت. اون دائما راجع به نیاز به یک فلسفه جدید حرف میزد. هرچند این موضوع برای من خیلی جالب به نظر می اومد، اما مشکل این بود که نمیدونستم معنی فلسفه دقیقاً چیه. تا اینکه آخر روز سوم به من گفت ببین پسر، من 3 روزه دارم با تو راجع به نیاز به یک فلسفه جدید حرف میزنم. درسته؟ گفتم آره.
گفت حالا یه سوال ازت دارم. اگه قرار باشه تو نویسنده این فلسفه باشی و من تو رو به آدمای موفق دیگه معرفی کنم که با اونا هم مصاحبه کنی، آیا حاضری 20 سال روی این کار و تحقیقاتش وقت بذاری؟ چون این کار 20 سال طول میکشه. من توی عمرم موقعیت‌های سخت زیادی داشتم، اما هیچ کدوم به سختی و خجالت آوری اون لحظه نبود. وقتی آقای کارنگی این سوال از من کرد، دستم توی جیبم بود و داشتم با پول کمی که توی جیبم داشتم بازی میکردم. پول من فقط به اندازه کرایه برگشت به واشنگتن کافی بود. البته اگه این 3 روز کذایی رو توی خونه آقای کارنگی نبودم، مجبور بودم توی مسافرخونه بخوابم و اون وقت حتی همین رو هم دیگه نداشتم. از اون بدتر من حتی معنی کلمه فلسفه رو نمیدونستم، چه برسه این که بخوام در مورد فلسفه بنویسم. و حالا یکی از پولدارترین آدمای دنیا از من میخواست 20 سال بدون حقوق کار کنم تا شاید بعد از 20 سال یه فلسفه بنویسم. عجب مخمسه‌ایه. اولش میخواستم همون جوابی رو بدم که به احتمال زیاد الان توی ذهن شماست. یکی از پولدارترین آدمای دنیا از من میخواست 20 سال براش مجانی کار کنم. خب معلومه آدم چه جوابی میده دیگه، مگه نه؟ اما یه چیزی ته دلم نذاشت دهنمو باز کنم و حرف بزنم. کم کم این سوال به فکرم رسید که چرا باید آقای کارنگی منو 3 روز توی خونه خودش نگه داشته باشه؟ حتما چیزی در من دیدی که خودم از اون بی اطلاع بودم دیگه. میدونستم که آقای کارنگی در انتخاب آدما توانایی بسیار زیادی داره، پس منو هم بی دلیل برای این کار انتخاب نکرده و بیشک میدونسته از پس این کار برمیام. این فکر توی ذهنم میچرخید و به من القا میکرد که بهش جواب مثبت بدم. صدامو صاف کردم و گفتم آقای کارنگی، بنده نه فقط کارو قبول میکنم بلکه به شما اطمینان میدم اونو تموم کنم، حتی اگه بیشتر از 20 سال طول بکشه. و اونم این کارو به من داد. تنها کمکی که آقای کارنگی به من کرد، البته به جز معرفی نامه ها برای مصاحبه، این بود که در اوایل کار مخارج سفرمو میداد. هنری فورد اولین کسی بود که آقای کارنگی منو به دیدن اون میفرستاد. قبل از حرکت به من توصیه کرد که در مصاحبه با آقای فورد دقت بسیار زیادی به خرج بدم، چرا که اون یکی از همین روزا صنعت خودروسازی رو متحول میکنه و حرف اول رو در این صنعت خواهد زد. این رو هم بگم که آقای فورد تا آن موقع هنوز کار خاصی نکرده بود و بنابراین آدم معروفی نشده بود. به هر حال 2 روز طول کشید تا تونستم آقای فورد رو پیدا کنم. اولین باری که بالاخره تونستم آقای فورد رو ببینم وقتی بود که داشت از یک کارگاه بیرون می اومد. همه جاش پر از گریس و روغن بود. سر و وضع خیلی آشفته‌ای داشت. حدود نیم ساعت باش حرف زدم و بیشتر حرفی که از دهنش در می اومد کلمات آره یا نه بود. پیش خودم فکر کردم که آقای کارنگی عجب اشتباهی کرده. آخه یه همچین آدمی کجا میتونه اصلا حرفی برای گفتن داشته باشه؟ چه برسه به این که بخواد در زمینه حرف اول رو بزنه یا مدیر جایی باشه؟ خواستن شروع همه موفقیت ها و اولین قدم به سمت ثروته. از قدیم گفتن خواستن توانستن است. بذارید یه داستان از جنگ‌های قدیم براتون بگم. در زمانهای قدیم جنگجوی بزرگی در میدان جنگ با شرایط سختی روبرو شد و باید تصمیم مهمی می‌گرفت. اون باید ارتششو به مبارزه دشمن میفرستاد که تعداد نفراتشون خیلی بیشتر از سربازانش بود. این جنگجو سربازشو سوار قایق کرد و به سمت کشور دشمن رفت. وقتی نیروها و تجهیزات رو از کشتی‌ها پیاده کردن، تصمیم عجیبی گرفت و دستور داد همه کشتی‌ها رو به آتش بکشن و بسوزونن. بعد قبل از اینکه اولین درگیری با دشمن پیش بیاد رو به سربازاش کرد و گفت خودتون دیدید که کشتی‌ها سوختن، پس نمیتونیم زنده از این سواحل خارج بشیم مگه اینکه برنده نبرد باشیم. حالا دیگه چاره دیگه این نداریم، باید برنده جنگ باشیم. سربازا به سختی جنگیدن و پیروز شدن. کسی که میخواد پیروز بشه باید جرأت سوزوندن کشتیاشو داشته باشه. با این کار میتونه مطمئن بشه که تمرکزش روی پیروزیه و اونقدر تلاش میکنه تا بالاخره پیروز بشه. یعنی براش قطعی بشه که واقعا تنها راه پیروزیه و این برای موفقیت ضروریه.
آرزوی ثروت به همراه نمیاره، بلکه این خواستن ثروتی که باعث میشه ذهن شما به دنبال راههای به دست آوردن ثروت بگرده و اون وقت شما نقشه‌هایی که ذهن طراحی میکنه رو با همت زیاد و بدون ترس از شکست اجرا میکنید. 6 راه برای تبدیل خواسته به هدف. شما میتونید تو 6 مرحله دقیق خواسته هاتون رو به هدف تبدیل کنید و به اونا برسید. 1. تو ذهنتون مقدار دقیق پولی رو که میخواید تعیین کنید. این کافی نیست که بگید من مقدار زیادی پول میخوام، بلکه باید حتما مقدار عددی این پول مشخص باشه. یک دلیل روانپزشکی برای این هست که در بخشای آینده راجع به اون حرف میزنم. 2. تعیین کنید که برای پولی که میخواید حاضرید چه چیزی رو بدید و فدا کنید، چون نمیشه که چیزی رو در ازای هیچ به دست بیارید. میشه؟ 3. یک تاریخ تعیین کنید که دیگه تا اون زمان به پولی که میخواید رسیده باشید. 4. یک نقشه دقیق برای رسیدن به خواستتون بکشید و همون موقع برای عمل به این نقشه دست به کار بشید. 5. روی یک کاغذ همه موارد فوق رو یادداشت کنید، یعنی مقدار دقیق پول، چیزهایی که در ازای به دست آوردن اون حاضرید بدید، تاریخ مورد نظر و نقشه و طرح خودتون رو به وضوح بنویسید. 6. روزی 2 بار اظهارنامه‌ای که توی قسمت 5 آماده کردید رو بلند بخونید. 1 بار بعد از بیدار شدن و 1 بار هم شب وقتی که به خونه برمیگردید. همونطور که میخونید احساس خودتون و اعتماد به نفستون تقویت میشه. وقتی متن رو میخونید خودتون رو تصور کنید که به هدفتون رسیدید. یادتون باشه که خیلی مهمه همه این 6 مرحله رو تکرار کنید. اگه واقعا و با تمام وجود پول بخواید، میتونید راحت خودتون رو متقاعد کنید که به اون خواهید رسید. هدفتون میشه پولدار شدن و شما خودتون رو راضی میکنید که به زودی به اون برسید. میتونید خودتون رو یک میلیونر تصور کنید؟ با توجه به اون چیزهایی که توی مدرسه خوندید، این دستورالعمل‌ها ممکنه غیر عملی به نظر برسن. اگه شما متوجه اهمیت این 6 مرحله نشدید، باید بهتون بگم که این 6 مرحله مورد تایید اندرو کارنگیه، کسی که اول یک کارگر معمولی در کارگاه آهنگری بود، اما برخلاف شروع محقرانه تونست به بیشتر از 100 میلیون دلار ثروت برسه. توماس ادیسون هم این 6 مرحله رو تایید کرده. اون این 6 مرحله رو نه تنها 6 قدم لازم برای دستیابی به پول دونسته، بلکه اعتقاد داره که این 6 مرحله برای رسیدن به هر هدفی و نه فقط پول مفیده. برای انجام این 6 قدم نباید کار خاصی بکنید. نباید از جایی مایه بذارید. هیچ ضرری هم براتون نداره. برای نوشتنش هم نیازی نیست تحصیلات بالایی داشته باشید. اما باید با تمام وجود این واقعیت رو درک کنید که دستیابی به پول ربطی به بخت و اقبال نداره. بد نیست بدونید اونهایی که امروز واقعا موفق هستن قبل از موفقیتشون تو خیال و تصوراتشون خودشون رو موفق دیدن و بعد آرزوی موفق شدن کردن و بعد با همه وجود موفقیت رو خواستن و در نهایت برای رسیدن بهش نقشه کشیدند. تا پول رو نخواهید و واقعا معتقد نباشید که به اون میرسید، نمیتونید موفق شید. اگه کاری که میخواید بکنید درسته و بهش معتقدید، پس معطل نکنید. مهم نیست که بقیه چی میگن. حتی اگه موقتا شکست خوردید، باید بدونید که هر شکستی جزئی از پیروزی آینده‌تونه. توماس ادیسون آرزوی داشتن لامپی رو میکرد که بتونه با الکتریسیته کار کنه، یعنی با برق روشن بشه و نور بده. اون شروع کرد به طرح‌ریزی و کشیدن نقشه برای عملی کردن این رویا و بدون توجه به بیشتر از 10,000 بار شکستی که تجربه کرد، باز هم به تحقق رویاهاش ادامه داد تا آخر تونست توی دنیای واقعی به اون برسه. افراد موفق هیچ وقت خسته نمیشن. توماس ادیسون. تصور کنید شخصی 10,000 بار شکست رو تجربه کنه و ناامید نشه. آقای ادیسون همچین آدمی بود. وقتی باهاش مصاحبه میکردم به من گفت که هنوز راز ساخت یک لامپ الکتریکی با ثبات رو پیدا نکرده. اما بعد با لحن جدی به من گفت اما من باید موفق بشم.
برای اینکه بالاخره همه راههایی که اشتباه هستند رو میرم و راههای اشتباه بالاخره یه روز تموم میشند. اونقدر این کار رو ادامه میدم تا دیگه راه اشتباهی نباشه و بالاخره لامپ درست رو بسازم. بین آرزوی داشتن یک چیز و آمادگی دریافت اون فرق زیادی وجود داره. هیچ کس برای داشتن یک چیز آماده نیست مگر به این باور برسه که میتونه بهش برسه. ذهن باید بر پایه باور باشه و نه آرزو. داشتن ذهنی باز برای اعتماد به نفس و باور به موفقیتتون ضروریه. با ذهنهای محدود شما دل و جرأت لازم رو ندارید. من معتقدم که وقتی قدرت اراده و خواستن با باور و اعتماد به نفس پشتیبانی بشه کارسازه. چون که خودم دیدم که این قدرت آدما رو از فرش به عرش میبره. خودم دیدم که وقتی بعضیا صدها بار شکست میخورن بازم با قدرت میتونن به عرصه برگردن و بعد موفقم بشن. پسر خود من با اینکه کر به دنیا اومده بود با همین قدرت اراده تونست یک زندگی عادی و شاد و موفق داشته باشه. داستان پسر ناپولی. وقتی که پسر دومم به دنیا اومد گوش نداشت. دکتر به من گفت که برای همه زندگیش یک کرولال میمونه. من به دکتر گفتم نه، اون یک کرولال نمیمونه و مثل بچهای دیگه باید بتونه کاملا بشنوه و حرف بزنه. یکی از دکترها اومد پیشم و دستی به شونم زد و گفت ببین ناپولی، بعضی چیزا تو دنیا هست که نه تو و نه من و نه هیچ کسی دیگه نمیتونه کاری در موردش انجام بده. این یکی از همون چیز هست. گفتم دکتر، تو این دنیا هیچ چیزی نیست که من نتونم کاری در موردش بکنم مگه اینکه خودم رو به اون وضعیت ناخوشایند عادت بدم. پس من روحیم رو از دست نمیدم. تقریبا روزی 4 ساعت روی اون بچه کار میکردم. بعد از 18 ماه متوجه شدیم که داره میشنوه، اما نمیدونستم تا چه حد میشنوه. وقتی 4 ساله شد 65% از شنوایی عادی رو به دست آورده بود. توی سال 3 کالج در دانشگاه ویرجینیای غربی سازمان اختلالات شنوایی در مورد این مورد غیر معمول با خبر شد. و البته این تنها نمونه جهان بود. یک بچه که بدون گوش متولد شده بود تونسته بود بشنوه. اونا روی پسرم کار کردن و تونستن 35% دیگه شنوایی اون رو برگردونن. از اون وقت به بعد اون شنوایی 100% داشت و مثل بقیه بچه‌ها شده بود. دقیقاً همون چیزی که اون روز به اون دکتر گفتم. این اتفاق یکی از معجزه‌های مدرن در دنیای پزشکی بود. دکترها نمیدونن چطور این اتفاق افتاده. منم خیلی مطمئن نیستم که به دلیل تلاش‌های خودم بوده باشه، اما میدونم که برای این اتفاق همه سعیمو کردم. باور و عشق. وقتی باور با یک فکر مخلوط بشه، ضمیر ناخودآگاه به تحرک در میاد. روح شما به تکاپو میفته و زیرک میشید. باور و عشق قوی ترین احساسات مثبت ما هستند. وقتی با هم ترکیب شن، به تفکرات شما رنگ و لعاب میدن و باعث میشه که سریعتر به ضمیر ناخودآگاه برسن و به شما نتیجه بدن. اما چطور باورمون رو تقویت کنیم؟ باور یک وضعیت ذهنیه که با تکرار یک دستورالعمل به ضمیر ناخودآگاه منتقل میشه. تکرار دستورات داده شده به ضمیر ناخودآگاه تنها راه شناخته شده‌ایه که با اون میتونید باور خودتون رو تقویت کنید. هیچ کسی با بدشانسی به دنیا نمیاد. چند میلیون نفر هستن که فکر میکنن سرنوشتشون بوده که شکست بخورن و فقیر باشن. اونا دلیل شکست و نیروهای عجیبی میدونن که نمیتونن روی اونا کنترلی داشته باشن. اما در اصل اونا خودشون باعث و بانی همه بدبختیاشون هستن. در واقع همین طرز فکر منفی که ضمیر ناخودآگاهشون به خودش گرفته و با اون شکل پیدا کرده باعث میشه همه چیزهای منفی در بیرون و دنیای واقعی براشون اتفاق بیفته. باید خودتون رو باور داشته باشید. بذارید قبل اینکه ادامه بدم یادآوری کنم که باور جرقه‌ایه که به آرزوها و تفکرات شما زندگی میده. باور نقطه شروع همه موفقیت هاست.
باور اساس همه معجزه هایی که تا به حال اتفاق افتاده و علم نتونسته اونا رو توجیه کنه. باور تنها داروی ضد شکسته. باور و ایمان تنها مسیریه که از طریق اون میتونید از همه نیروهای کائنات استفاده کنید. تفکراتی که با احساسات شما ترکیب بشن مثل یک آهنربا عمل میکنن و همه تفکرات مشابه رو به سمت خودشون میکشن. بذر یک ایده. حالا بیایید به نقطه شروع برگردیم. چطور بذر یک ایده یا نقشه یا طرح توی ذهنتون کاشته میشه؟ هر ایده یا مقصدی میتونه از طریق تکرار افکار به ذهن منتقل بشه. دلیل این که از شما خواستم اظهارنامه 6 مرحله‌ای رو بنویسید و هدف خودتون رو تو اون بگید همینه. باید اونو هر روز تکرار کنید تا به ضمیر ناخودآگاهتون برسه. تأثیرات محیط و بدشانسی رو نادیده بگیرید و به زندگیتون نظم بدید. با استفاده از دارایی‌های روحیتون متوجه میشید که بزرگترین ضعف شما عدم خودباوریه. میتونید با تمرین روی ضمیر ناخودآگاهتون دل و جرأت به دست بیارید و خودتون رو باور کنید. باید فکرهای مثبت رو اونقدر تکرار کنید و بگید و بنویسید تا جزئی از ضمیر ناخودآگاهتون بشن. فرمول اعتماد به نفس. اول، من میدونم که توان رسیدن به اهداف زندگیمو دارم. پس از خودم توقع دارم برای رسیدن به این اهداف دست به کار بشم و بدون توقف تلاش کنم و به خودم قول میدم که این کارو بکنم. دوم، من متوجه شدم که افکار مسلط موجود در ذهنم بالاخره یه روز خودشونو توی یک عمل فیزیکی واقعی بازسازی میکنن و کم کم به واقعیت فیزیکی تبدیل میشن. پس هر روز 30 دقیقه افکارم رو متمرکز میکنم و به کسی فکر میکنم که میخوام به اون تبدیل بشم. یعنی یه تصویر واضح از من ایدئال توی ذهنم میسازم. سوم، میدونم هر خواسته‌ای که توی ذهنم به اون فکر میکنم در نهایت منجر به یک کار عملی برای به دست آوردن اون میشه. پس روزی 10 دقیقه وقت میذارم تا ضمیر ناخودآگاهمو تقویت کنم. چهارم، من یک اظهارنامه واضح از هدف زندگیم نوشتم و هیچ وقت از سعی و تلاش برای رسیدن به اون هدف خسته نمیشم تا اینکه اعتماد به نفسم برای دستیابی به هدفم به بالاترین حد خودش برسه. پنجم، کاملا متوجه شدم که نه پول و نه موقعیت شغلی نمیتونن دوام داشته باشن مگر اینکه حق باشن و بر پایه عدالت به دست اومده باشن. پس کاری نمی کنم که کسی از اون ضرر ببینه. من با همکاری بقیه به هدفم میرسم. اونا رو متقاعد میکنم که به من کمک کنن. برای اینکه خودم به اونا کمک میکنم. نفرت، حسادت، دشمنی و خودپرستی رو با تقویت عشق ورزی از بین میبرم. چون که میدونم اگه نسبت به بقیه رفتار منفی داشته باشم نمیتونم موفق باشم. بقیه رو مجاب میکنم که به من باور داشته باشن برای اینکه من خودمو و اونا رو باور دارم. هر روز با ایمان کامل این فرمول رو مرور میکنم تا کم کم روی تفکرات من و اعمال من اثر بذاره تا نهایتاً یک آدم موفق باشم. فاجعه تفکر منفیگرا. ضمیر ناخودآگاه فرق بین فکرهای مثبت و سازنده و فکرهای منفی و مخرب رو میدونه. ضمیر ناخودآگاه با خوراکی که به اون میدیم کار میکنه و خوراکش چیزی نیست جز افکار ما. ضمیر ناخودآگاه فکرهایی که بهش میدیم رو به واقعیت تبدیل میکنه. این افکار ممکنه ترس به ضمیر ناخودآگاه تزریق کرده و منفی باشن یا ممکنه با جرأت داده بشن و فکرهای مثبتی باشن. درست مثل باد که یک کشتی رو به شرق و یک کشتی رو به غرب میبره. ضمیر ناخودآگاه هم میتونه شما رو بلند کنه یا به پایین میاندازه. همه چیز به این بستگی داره که بادبان کشتی یعنی همون تفکراتتون رو به کدوم طرف تنظیم کرده باشید. پیشنهاد خودکار و ضمیر ناخودآگاه.
به همه پیشنهادهایی که خود به خود از طریق حواس پنجگانه به ذهنتون میرسه میگن پیشنهاد خودکار. پیشنهاد خودکار روی ضمیر ناخودآگاه اثر میذاره. به بیان دیگه پیشنهاد خودکار پیشنهادیه که خودتون به خودتون میدین و همون بذریه که روی ضمیر ناخودآگاه خودتون میپاشید. اگه پول میخواید اونو توی دستتون ببینید و حسش کنید. توی 6 مرحله‌ای که به شما آموزش دادم بهتون گفتم که روزی 2 بار اظهارنامه خودتون و خواستهاتون رو بخونید و خودتون رو توی حالتی که به اون خواستید برسید تصور کنید. با انجام این مراحل خواسته خودتون رو توی ضمیر ناخودآگاهتون تثبیت میکنید. با تکرار این پروسه از تفکرات خودتون یک عادت میسازید که برای تحقق خواستهاتون خیلی مفیده. یادتون باشه که فقط خوندن کلمات هیچ اثری نداره. باید توی ذهنتون تصور کنید که به هدف رسیدید و اونو حسش کنید. ضمیر ناخودآگاه شما فقط بر پایه تفکراتی که با احساسات همراه باشن کار میکنه و بیان بی احساس کلمات هیچ اثری روش نداره. شما نتیجه‌ای نمیگیرید تا وقتی یاد بگیرید با تفکرات و بیان این کلمات که با احساس و باور همراه هستن روی ضمیر ناخودآگاهتون اثر بذارید. اگه دفعه اول که این کارو امتحان کردید نتونستید احساساتتون رو کنترل کنید و بهشون جهت بدید، ناامید نشید. هزینه‌ای که باید برای اثرگذاری روی ضمیر ناخودآگاهتون بدید اینه که توی انجام دستورالعملی که بهتون دادم ثابت قدم باشید و ازش خسته نشید. یادتون باشه هیچ چیز بی‌دلیل به دست نمیاد. توان شما در استفاده از پیشنهاد خودکار به ظرفیتتون روی تمرکز به یک خواسته بستگی داره تا خواستتون در نهایت محقق بشه. 6 قدم برای تحریک ضمیر ناخودآگاه. توضیح این که دستورالعمل این بخش باید با 6 قدم گفته شده در فصلهای قبل ترکیب بشن. اول یه جای ساکت و آروم پیدا کنید. ترجیحاً تخت خواب و اون هم در شب. جایی که حواستون پرت نشه و بتونید تمرکز کنید و کسی مزاحمتون نشه. چشماتون رو ببندید و از اظهارنامه مقدار پولی که میخواید داشته باشید، مدت زمانی که تا رسیدن به اون فرصت دارید و چیزایی که حاضرید بدید تا اون پولا به دست بیارید و بلند تکرار کنید تا بتونید صدای خودتون رو بشنوید. همونطور که این کارا رو انجام میدید خودتون رو تصور کنید که به هدفتون رسیدید. مثلا فرض کنید که میخواید تا اول ژانویه 5 سال دیگه $50,000 جمع کنید. میخواید برای اون پول سرویس و خدمات ارائه کنید. کاری که شما میکنید هم باید مثل این مثال باشه. باید بلند بگید تا اول ژانویه 5 سال دیگه من $50,000 پول دارم. این پول از طریق ارائه سرویس و خدماتی که میتونم ارائه کنم به دست میاد. ایمان به خودتون باید اونقدر قوی باشه که پول رو جلوی خودتون ببینید. تا حدی که بتونید حتی پول رو توی تصورتون با دست لمس کنید. نقشه‌ای که برای رسیدن به این پول دارید و مرور کنید و به خودتون بگید که باید اون نقشه رو اجرا کنید تا پول به دستتون برسه. دوم، این کارو هر روز صبح شب تکرار کنید تا وقتی که توی تصوراتتون پولی رو که میخواید در بیارید به وضوح ببینید. سوم، یک کپی از این اظهارنامه‌تون رو جایی که میتونید هر روز صبح و شب ببینید نصب کنید و اونو اونقدر بخونید تا بالاخره حفظ بشید. یادتون باشه همینطور که این دستورالعمل رو انجام میدید دارید اصول پیشنهاد خودکار رو رعایت میکنید که بتونید به ضمیر ناخودآگاهتون دستور بدید. باید توجه کنید که ضمیر ناخودآگاه فقط از دستورالعملی اثر میگیره که با احساس بیان بشه. باور و اعتقاد از قوی ترین احساساته. دستورالعملی که توی بخش باور بهتون گفتم رو دنبال کنید. اوایل ممکنه این دستورالعمل به نظرتون ناکارآمد بیاد، اما نذارید این فکر باعث بشه که ناامید بشید. فقط اونا رو مو به مو اجرا کنید. مهم نیست که اول کار چه فکری راجع بهش میکنید. اگه اونو اجرا کنید به زودی خودتون اثرشو میبینید. اون وقته که قدرت حقیقی رو تو خودتون حس میکنید. دانش تخصصی. تجربیات یا مشاهدات شخصی 4مین قدم به سمت ثروت. 2 نوع دانش داریم.
یکی عمومی و دیگری تخصصی. دانش عمومی هر چقدر هم مهم باشه نمیتونه کمک چندانی در کسب پول بهتون بکنه. برای مثال اساتید دانشگاه‌ها و اعضاهای هیئت علمی دانشگاه‌های بزرگم دانش عمومی زیادی دارن، اما بیشتر اساتید پول و درآمد زیادی ندارن. این افراد فقط در تدریس و انتقال علم و دانش متخصص هستند، نه در استفاده از اون. دانش خود به خود پول نمیاره، مگه اینکه سازماندهی شده باشه و از طریق نقشه‌های عملی به اون جهت داده بشه تا پول سازی کنه. میلیون ها نفر به دلیل نفهمیدن و درک نکردن این حقیقت سردرگم هستن. اونا به اشتباه فکر میکنن که علم و دانش به خودی خود قدرت میاره، در صورتی که دانش فقط میتونه یه قدرت بالقوه باشه و در صورتی جواب میده که به صورت نقشه‌های عملی سازماندهی و پیگیری بشه. این ارتباط گم شده و به اصطلاح حلقه مفقوده در آموزش و پرورش باعث شده که مراکز علمی نتونن به دانشجوهاشون یاد بدن که چطور بعد از کسب دانش اون رو سازماندهی کرده و ازش استفاده عملی کنن. عده زیادی به اشتباه فکر میکنن که چون شخصی مثل هنری فورد مدت زیادی مدرسه نرفته پس فاقد تحصیلات و علم بوده. اونایی که این اشتباه میکنن معنی واقعی کلمه تحصیل رو نمیدونن. یک آدم تحصیل کرده لزوما نباید مقدار زیادی دانش عمومی یا حتی تخصصی داشته باشه. یک شخص تحصیل کرده کسیه که ذهنش رو تقویت و سازماندهی کرده و با تلاش به هر چیزی که میخواد برسه. اول اصول چیزی که میخواد رو یاد میگیره و بعد اونو گسترش میده. اصول نبوغ. بعد نیست بدونید که آقای ادیسون تو کل زندگیش فقط 3 ماه مدرسه رفت. هرچند او در زمینه کاربرد خیلی از علوم کار کرد، اما از هیچ کدومشون چیزی نمیدونست. شاید از خودتون بپرسید که با وجود اینکه 3 ماه مدرسه رفته بود و اختراعات زیادی داشت و با دانشمنده هم کار میکرد، چطور هیچ چیزی در مورد علوم مختلف نمیدونست؟ جواب خیلی ساده است. او با آدمایی کار میکرد که از علوم سر در میآوردن، یعنی افراد متخصص و تحصیل کرده دور و برش بودن و ادیسون طوری از مغز این متخصصین استفاده میکرد که انگار خودش دانش اونا رو داره. در اصل آدم موفق کسی که بتونه از علم و تحصیلات دیگران برای ابداع و اختراع استفاده کنه. همینطور آقای اندرو کارنگی اسپانسر من کسی بود که اوایل کار حتی پول نهار و شام خودشو نداشت، اما با استفاده از آدمایی که از خود اون علم بیشتری داشتن و میتونستن کارهایی که میخواد رو انجام بدن، تونست تو دنیا به این جایگاه و مقام برسه. سازماندهی گروه‌های نبوغ. موفقیت‌های بزرگ از قدرت ناشی میشن و قدرت هم به نوبه خود از طریق سازماندهی و جهت‌دهی زیرکانه دانش به دست میاد. اما نکته اینجاست که هیچ لزومی نداره شخصی که موفق میشه حتما خودش اون دانش رو داشته باشه. این قسمت به افرادی که میخوان موفق باشن و خودشون تحصیلات دانشگاهی لازمون ندارن دل و جرأت میده و اونا رو تشویق میکنه. افرادی که گروهی از متخصصا رو جمع‌آوری و سازماندهی کنن و رهبری گروه ها رو به دست بگیرن. دانش تخصصی خیلی راحت تر از ایده ها به دست میاد. به همین دلیل معمولاً افرادی موفق و مهم میشن که بتونن با هدایت کردن متخصصین به اونها کمک کنن، از توانایی هاشون استفاده کنن و سرویس ها و خدماتی که میتونن ارائه بدن رو بفروشن. یادتون باشه که اصل کار ایده است. دانش تخصصی رو همه جا میشه پیدا کرد. با ایده میتونید از دانش تخصصی خودتون یا بقیه استفاده کنید و چیزی رو ابداع کنید. تصور، کارگاه ذهن. پنجمین قدم به سمت ثروت تصوره. تصور و تخیل کارگاهیه که ما توی اون نقشه هامون رو شکل میدیم و اصلاح میکنیم. در واقع خواسته های ما در قسمت تصورات ذهن ساخته و پرداخته میشن و به وجود میان. 2 نوع تصور داریم: تصور ساختنی و تصور خلاقانه. تصور ساختنی. این
این نوع تصور در حالتی ایجاد میشه که شخص ایده هایی که از قبل تو ذهن داره رو برمی‌داره و اونها رو سازماندهی میکنه. این بخش تخیلات در واقع چیز جدیدی ایجاد نمیکنه و فقط با دانش و تجربیات قبلی سر و کار داره. معمولاً مخترعین بیشتر از همین نوع تصور استفاده میکنن. البته وقتی نوابغ نتونن مشکلشون رو از طریق تصور ساختنی حل کنن، از تصور خلاقانه استفاده میکنن. تصور خلاقانه. این نوع تصور در واقع به شکل الهام در ذهن شخص ظهور میکنه. همه ایده های جدید در این بخش و از این روش ابداع میشن. فعلا بهتر بیشتر روی توسعه تصور ساختنی خودتون تمرکز کنید، چون در فرایند تبدیل خواسته به پول از این بخش بیشترین استفاده رو خواهید برد. تبدیل یک خواسته به یک واقعیت به اجرا کردن نقشه ها بستگی داره. نقشه هایی که با کمک تصورات شما ایجاد میشن. البته بیشتر تصور مصنوعی. خیلی خوب. حالا به قوانینی که باعث موفقیت میشن توجه کنید. زمینی که شما روی اون زندگی میکنید نتیجه زنجیره‌ای از تغییراتی که مرحله به مرحله اتفاق افتادن. تک تک میلیاردها سلول بدن شما و تک تک اتم‌های مواد فرمی از انرژی هستند. خواسته یک واقعیت ذهنیه. واقعیت‌های ذهنی هم نوعی انرژی هستند. وقتی تصور خواستن و داشتن پول رو تصور میکنید، در واقع این انرژی و نیرو رو به کار گرفتید. اگر فکر میکنید که کار سخت و راستکرداری به تنهایی میتونن براتون ثروت به همراه بیارن، بهتره در افکارتون تجدید نظر کنین، چون واقعیت چیز دیگه ایه. ثروت به خصوص در مقیاسهای بزرگ به هیچ وجه نمیتونه فقط از طریق کار سخت حاصل بشه. ثروت در پاسخ به خواسته قطعی شما میاد و ربطی هم به شانس و بخت و اقبال نداره. چیزی که باعث بروز یک عمل میشه عموماً ایده یک فکره که از پشتوانه تخیلات و تصورات برخوردار بوده. همه تاجران و صاحبان کسب و کارهای بزرگ میدونن که ایده ها را میشه حتی بهتر و راحتتر از کالاها فروخت. تاجرهای معمولی متوجه این موضوع نشدن. برای همینم اونا فقط تاجرهای معمولی هستن. داستان مرد بقال. یکی از دوستام قبلا توی مغازه بقالی به عنوان فروشنده کار میکرد. اون که اشتیاق زیاد و تخیل بالایی داشت، مدام سعی میکرد توجه صاحبکارش رو جلب کنه و همیشه روش‌های جدیدی پیشنهاد میداد. تا جایی که بالاخره صاحب مغازه که فکر میکرد همه پیشنهادهای شاگردش مسخره و بیهوده است، تصمیم گرفت اونو اخراج کنه. موضوع از این قرار بود که مدتی بود در اون نزدیکی یک کافتریا باز شده بود. یه بار این دوست ما رفته بود اونجا نهار بخوره که با یه صف طولانی مواجه شده بود از مشتری‌هایی که پشت سرم ایستاده بودن و منتظر ارائه سرویس بودن. از سر کنجکاوی اونم توی صف رفت. از قسمت سفارش و تحویل عبور کرد و وقتی به صندوقدار رسید، تخیلاتش دوباره شروع به کار کردن و پیش خودش گفت اگه توی کار بقالی و خاروبار ما هم همین سیستم پیاده بشه چقدر خوب میشه. طوری که مثلا خانوما خودشون بیان تو مغازه و سبدشون دستشون باشه، هر چی میخوان خودشون بردارن و وقتی میخوان برن بیرون همه رو حساب کنن. اینطوری توی وقتم صرفه‌جویی میشه. وقتی به مغازه خودشون برگشت، رو به صاحب مغازه کرد و با اشتیاق گفت رئیس، من یک ایده چند میلیون دلاری دارم. رئیسش هم که دیگه کاسه صبرش لبریز شده بود، به محض شنیدن این حرف بهش گفت تو اخراجی. بعدها وقتی با صاحب اون مغازه صحبت کردم، اعتراف میکرد که اخراج اون شاگرد چند میلیون دلار بهش ضرر زده و بدترین تصمیم عمرش بوده. چون همون دوست من ایده رو به یک مغازه دیگه برد و باعث شد که اون فروشگاه در عرض 4 سال 4 میلیون دلار درآمد کسب کنه. و سوپرمارکت‌های امروزی از همین ایده ساده شروع شدن. این مثالی از ارزش و اهمیت ایده‌هایی که با اشتیاق دنبال بشه و اینکه صاحب همچین ایده‌ای چه کارهایی میتونه بکنه. طرح سازمان یافته. تبدیل خواست به عمل. این مرحله ششمین قدم برای رسیدن به ثروته.
گفتیم هر چیزی که کسی یاد میگیره یا به دست میاره از یک خواسته شروع میشه. این خواسته برای تبدیل شدن به عمل و عینیت پیدا کردن سفری رو طی میکنه. سفری که از یک ایده ساده و خام شروع میشه و از کارگاه تخیلات، جایی که نقشه‌ها ایجاد و سازماندهی میشن، عبور میکنه. حالا به شما یاد میدم که چطور نقشه‌های عملی رو طراحی کنید. الف، یک گروه تشکیل بدید که اعضای اون گروه کسانی باشند که ممکنه برای اجرا یا طراحی نقشه به دست آوردن پول به اونها نیاز داشته باشید. از اصول نبوغ که قبلا توضیح دادیم استفاده کنید. از اهمیت این بخش نباید غافل شید. ب. قبل از تشکیل گروهتون تصمیم بگیرید که برای همکاری و خدمت بقیه اعضای گروه چه مزایایی براشون قائل میشید. هیچ کسی کاری رو مجانی نمیکنه. شما هم نباید از کسی انتظار داشته باشید که همینطوری کاری رو براتون بکنه. البته لزومی نداره که کار افراد رو با پول جواب بدید. مثلا شما میتونید در ازای کار اونا براشون کاری انجام بدید. پ. حداقل 2 بار در هفته با اعضای گروهتون ملاقات داشته باشید. حتی اگه میتونید این جلسات رو بیشتر کنید تا وقتی که تونستید نقشتون رو کاملا عملی کنید. 3. سعی کنید یک هماهنگی بی‌نقص بین شما و هر کدوم از اعضای گروه برقرار بشه. اگه نتونید این کارو بکنید، ممکنه شکست بخورید. اگر بین اعضای گروه هماهنگی وجود نداشته باشه، نمیتونید به هدفتون برسید. این چند مورد رو هم در ذهنتون داشته باشید. اول، از اونجا که هدفتون خیلی براتون مهمه، باید برای رسیدن به اون هدف طرحهایی داشته باشید که بی‌نقص و فاقد خطا باشه. دوم، باید از تجربه، تحصیلات و تخیلات ذهن‌های بقیه هم استفاده کنید. همه کسانی که به موفقیت بزرگی رسیدن این موضوع رو در نظر گرفتن. مطمئن باشید حتی باهوشترین افرادم نمیتونن بدون طرح و برنامه‌های عملی به پول برسند. اگه نقشتون شکست خورد، یادتون باشه که شکست موقت به معنی شکست دائم نیست. اگه این نقشه عملی نشد، ناامید نشید. نقشتون رو اصلاح کنید. نقشه‌های جدیدی بکشید. دوباره شروع کنید. شکست‌های موقت هم جزئی از پیروزی است. شکست رو نشونه این بدونید که نقشه یا نقشه‌ها بی‌نقص نبوده. پس دوباره نقشه‌هاتون رو مرور و اصلاح کنید. اگه قبل از اینکه به هدفتون رسیدید از تلاش خسته شدید، یعنی جا زدید. کسی که جا بزنه هیچ وقت برنده نمیشه و یک برندم هیچ وقت جا نمیزنه. این جمله رو با خط درشت بنویسید و جایی بذارید که بتونید هر روز ببینیدش. سختی یک موهبت است. پسر منو یادتونه؟ همون که بدون گوش به دنیا آمده بود. با اون یاد دادم که این یک نقص نیست، بلکه یک موهبته. مثلا کمترین مزیتش اینه که مردم با دیدن شرایط فیزیکی اون دلشون به رحم میاد و باهاش مهربون میشن و اذیتش نمیکنن. همونطورم شد. پسرم بلر نسبت به 2 پسر دیگه هم سختی‌های کمتری کشید و خیلی کمتر مورد آزار همسن و سالش قرار گرفت. خود منم در اوایل کارم با اندرو کارنگی سختی‌های زیادی کشیدم. بدون تحمل اون سختی‌ها هیچ وقت نمیتونستم به موفقیت برسم. یاد گرفتم که اون سختی‌ها رو به یک چیز سازنده تبدیل کنم. چیزی که بتونه جای سختی‌ها رو بگیره. هر بار که شکست می‌خوردم به خودم میگفتم این یک موقعیتی که میتونم با استفاده از اون فلسفه‌مو تقویت کنم و دلایل شکستمو ارزیابی کنم. فرق بین این که آدم یه شکست موقت بخوره یا این که تو زندگی یک بازنده باشه رو خوب فهمیدم. خیلی ها شکست موقتی رو به عنوان شکست دائم قبول میکنن، در حالی که شکست موقتی هیچ وقت به معنی بازنده شدن نیست. در اصل باختن وجود نداره مگر اینکه خودتون قبول کنید که باختید. وقتی که میخواید برای گروه خودتون عضو انتخاب کنید، افرادی رو انتخاب کنید که شکست ها رو جدی نمیگیرن و از اونا ناامید نمیشن. بعضیا فکر میکنن که فقط پول میاره، در حالی که اینطور نیست، چرا که خاصه‌ای که به ایده تبدیل بشه میتونه واقعاً پول ساز باشه. پول به خود یه جسم بیجانه که نمیتونه فکر کنه، نمیتونه حرف بزنه، اما باور کنید میتونه بشنوه. وقتی صداش کنید و اونو بخواید، خودش به سمتتون میاد. طرح و نقشه زیرکانه برای کسب پول لازمه. شما اگه بخواید از صفر شروع کنید، باید یا یه ایده خوب داشته باشید یا مهارتی که بتونید خدمت رسانی کنید و در ازای اون پول بگیرید. صفات رهبری.
در ادامه خصیصه‌های مهمی که باید در رهبری و مدیریت داشته باشید رو براتون میگم. 1. دل و جرأت بیپایانی که بر پایه خودباوری و دانش باشه. هیچ کس نمیخواد و دوست نداره رهبرش فاقد اعتماد به نفس و یا ترسو و بزدل باشه. مطمئن باشید کار یه رهبر ترسو به شرط اینکه پیروانش باهوش باشن زیاد ادامه پیدا نمیکنه و افرادش دیر یا زود متفرق میشن. 2. خودکنترلی. کسی که نتونه خودشو کنترل کنه هیچ وقت نمیتونه بقیه رو کنترل کنه. 3. حس انصاف و عدالت. هیچ رهبری نمیتونه بدون عدالت دستور بده و در عین حال مورد احترام افرادش باشه. 4. قطعیت در تصمیمات. کسی که تصمیماش قطعی نباشن و مردد باشه در واقع نسبت به خودش اطمینان نداره. پس اصلا نمیتونه با موفقیت بقیه رو هدایت کنه. اگه میدونید تردید زیادی دارید و نمیتونید از شر این دودلی ها راحت بشید، کشتی های پشت سرتون رو بسوزونید. باید با تمام وجود این واقعیت رو درک کنید که جز پیروزی هیچ راه دیگه ای ندارید. 5. قطعیت نقشه ها. یک رهبر موفق باید کاراشو از قبل طراحی کنه و براشون نقشه بکشه. رهبری که با حدسیات کار میکنه، بدون داشتن نقشه‌های عملی و دقیق تصمیم گیری میکنه، مثل یک کشتی میمونه که رادار نداشته باشه و مطمئن باشید دیر یا زود به یک صخره سنگی میخوره و غرق میشه. 6. سخت کوشی. یک رهبر باید خودش بیشتر از اون چیزی که از دیگران یا افراد پیروش انتظار داره کار کنه. 7. داشتن یک شخصیت بشاش. یه آدم تنبل و بداخلاق نمیتونه رهبر موفقی باشه. اگه شخصیت رهبر مثبت نباشه، دیگران هیچ احترامی براش قائل نیستن. 8. همدردی و درک بالا. رهبر موفق با افراد زیر دستش همدردی میکنه. اونا و مشکلاتشون رو درک میکنه. 9. مسئولیت پذیری کامل. رهبر موفق باید آمادگی این رو داشته باشه که مسئولیت کمکاری افراد زیر دستش رو به گردن بگیره. اگه بخواد مسئولیت مشکلات رو گردن بقیه بندازه، رهبر باقی نمیمونه. 10. همکاری. رهبر موفق باید اصول همکاری و تعاون رو بدونه و بقیه گروه رو هم به اون تشویق کنه. رهبر قدرت داره و قدرت از همکاری و مشارکت به دست میاد. چطور کاری را که دوست دارید انجام بدید؟ چطور به جایگاهی که میخواید برسید؟ هر کسی عاشق انجام کاریه که فکر میکنه میتونه خیلی خوب انجامش بده. همونطور که یک نقاش دوست داره با رنگ کار کنه و یه نویسنده دوست داره بنویسه. اونایی که استعدادهای مشخصی دارن اصولاً تو همون بخشا علاقه دارن کار کنن. اول باید تصمیم بگیرید چه نوع شغلی میخواید. اگه شغلی که دوست دارید داشته باشید وجود نداشته باشه، شاید بتونید اونو ایجاد کنید. در مرحله دوم باید شخص یا شرکتی رو انتخاب کنید که دوست دارید براش کار کنید. 3. باید سیاست‌های شغلی، بقیه پرسنل و شانس‌های ارتقای کارتون رو بررسی کنید. 4. با آنالیز خودتون و قابلیت‌ها و استعدادهاتون ببینید چه کاری رو بهتر میتونید انجام بدید. یعنی ایده‌ها یا سرویس‌هایی رو که توشون حرفی برای گفتن دارید لیست کنید و بسنجید. 5. همه چیزها رو در مورد پیدا کردن کار فراموش کنید. لازم نیست این ور اون ور برید و از دوستاتون بپرسید که برای شما شغلی سراغ دارن یا نه. فقط روی چیزی تمرکز کنید که خودتون میتونید انجامش بدید. 6. وقتی که نقشه ذهنتون رو داشتید با یک نویسنده ماهر قرار بذارید و اون مهارتتون یا طرحتون رو با جزئیات کامل روی کاغذ پیاده کنید. 7. حالا این طرح ترسیم شده و آماده شده رو به شخصی مناسب که قدرت هم داشته باشه ارائه کنید. اون خودش بقیه کارها رو انجام میده. اگه در مرحله 7 به مشکل برخوردید، 2 حالت داره. یا یه جای طرحتون ایراد داره، یا اینکه مثل اون شاگرد بقاله که قضیه‌شو براتون تعریف کردم پیش شخصی مناسب نرفتید. هر شرکتی دنبال کسی که ارزش افزوده ایجاد کنه. میخواد ایده باشه، سرویس باشه یا ارتباطات. هر شرکتی برای کسی که نقشه ها
و طرح‌های عملیاتی داشته باشه که به نفع شرکت باشه جا داره. این قسمت از پروسه ممکنه از چند روز تا چند هفته زمان ببره، اما شما رو چندین سال جلو میاندازه. خودتان را خوب ارائه کنید. یه بار اون قدیما دنبال کار میگشتم، این کارا رو کردم. یه نامه نوشتم و توی اون قابلیت هام و تمایلم به شغلم رو توضیح دادم. جواب اونا منفی بود. گفتن که جای خالی نداره. دفعه بعدی یه تلگراف فرستادم. بازم جواب منفی بود. بعد شروع کردم یه هفته هر روز با پست سفارشی براشون نامه بنویسم، ولی بازم جواب منفی بود. بعد به مدت 2 روز هر 2 ساعت یک بار براشون نامه فرستادم، تا اینکه بالاخره از شرکت به من تلگراف زدن که بیام و برم سر کار. هر کسی باید بتونه خودش سرویس ها و خدماتش رو به خوبی بفروشه. کیفیت و کمیت سرویس به قیمت و طول همکاری بستگی داره. برای اینکه به خوبی خدماتتون رو بازاریابی کنید، یعنی یک بازار همیشگی رو با یک قیمت مناسب پیدا کنید، باید یک فرمول مخصوص رو دنبال کنید. این فرمول عبارت است از کیفیت به علاوه کمیت به علاوه روحیه مشارکت و همکاریه. این فرمول رو به یاد داشته باشید و سعی کنید براتون به عادت تبدیل بشه. بذارید این فرمول رو تجزیه و تحلیل کنیم تا مطمئن بشم معنای دقیق اونو فهمیدید. 1. رعایت کیفیت سرویس، یعنی اینکه به تمام جزئیات وظایفتون دقت بشه و در پربازده ترین حالت به انجام برسن. 2. رعایت کمیت سرویس، یعنی اینکه تمام خدماتی رو که میتونید انجام بدید، این کار با هدف افزایش خدمات رسانی هاتون و جمع‌آوری تجربه و مهارت جدید انجام میشه. 3. روحیه همکاری و مشارکت، یعنی با بقیه همکارها هماهنگ باشید. اجازه بدید در اینجا از تجربه‌ام با فرانک روزولت در کاخ سفید براتون بگم. این به شما نشون میده که چطور شاگردای این کلاس از همین اصول مهمی که تدریس کردیم بهره میبرن. یادتون باشه که بهتون گفتم سعی کنید سرویس بهتر و بیشتری نسبت به پولی که دریافت میکنید ارائه کنید و با روحیه و برخورد مثبت همین کار رو بکنید. در سال 1933 وقتی قرار شد برای رئیس جمهور کار کنم، اول کار هیچ حرفی از دستمزدم نزدن و معلوم نبود که کی اصلا قراره به من حقوق بدن. حدود 3 ماه اونجا بودم تا یک روز فرانک روزولت ازم پرسید که چقدر حقوق میگیرم و چه کسی به من حقوق میده. در جواب گفتم آقای رئیس جمهور، این چیزی که من خودمم میخوام بفهمم، چون تا حالا کسی به من چیزی نداده و در این باره با من حرفی نزدن. بهش گفتم که چند مدته که پیشتون کار میکنم و تا حالا ازتون هیچ پولی و مزایایی نخواستم و نمیخوام، اما اگه اصرار دارید سالی $1 بهم بدید. اونم همین کارو کرد. در مدتی که به رئیس جمهور یا اعضای کابینش خدمت میکردم شروع به نوشتن کتاب کردم. توی سال اول 6 کتاب نوشتم. کتاب بیاندیشید و ثروتمند شوید که منو مشهور کرد هم جز اون 6 کتاب بود. وقتی اون کتابو می نوشتم قصد نداشتم چاپش کنم. فقط برای خودم می نوشتم تا بتونم در اون اوضاع به هم ریخته بود در اون هرج و مرج ذهنمو مثبت نگه دارم. بعد از 3 سال که از خدمت رئیس جمهور معاف شدم، نوشته‌هامو مرور کردم و تصمیم گرفتم تنها کتابی که چاپ کنم بیاندیشید و ثروتمند شوید باشه. وقتی اونو به ناشرم نشون دادم بهم گفت چی توی این کتابی که فکر میکنی میتونه خوب فروش بره؟ بهش گفتم باید خودت بخونی تا بفهمی. اون کتابو به خونه برد و خوندش. حتی کتابو به کارمنداشم داد تا خط به خط اونم بخونن. بعد روی اون رأی گیری کردن. نتیجه منو شگفت زده کرد. اونا فکر میکردن که این کتاب بهترین کتابی بوده که تا حالا به اونا پیشنهاد شده. کتاب رو چاپ کردن و یکی از پرفروش‌ترین کتابا شد. بیشتر از $18 میلیون فروش داشته و احتمالاً وقتی من هنوز زنده باشم چند میلیون دلار دیگم فروش بره. به چندین زبان زنده دنیا ترجمه شده و حتی گاندی رهبر هند هم از این کتاب تقدیر کرده. البته من از شما انتظار ندارم که سالی $1 حقوق بگیرید، اما همیشه در نظر داشته باشید که بیشتر از پولی که دریافت میکنید خدمت کنید. چرا؟ برای جواب این سوال اجازه بدید چند تا از فواید این کار رو براتون بشمارم.
این کار باعث میشه که در دراز مدت بازدهی بیشتری داشته باشید. باعث میشه که روابطتون با بقیه و مشتریاتون خیلی توسعه پیدا کنه. منجر به رشد روحی و فیزیکی میشه، چون سعی خواهید کرد مهارت و کارایی خودتون رو زیاد کنید. شما رو در برابر از دست دادن شغلتون محافظت میکنه و شما رو در جایگاهی قرار میده که بتونید خودتون شغل و شرایط کارتون رو تعیین کنید. از اونجا که همیشه به دنبال ارائه یک سرویس بهترید، باعث میشه که قوه تخیل شما هم بالا بره. به علاوه این تنها دلیل منطقیه که با اسناد به اون میتونید تقاضای اضافه حقوق یا افزایش دستمزد بکنید. برای اینکه اگه کارتون رو خوب انجام ندید، پس حق این رو هم ندارید که دستمزد بیشتری بخواید. نقاط ضعف و قوت شما چیست؟ آیا ارزش واقعی خودتون رو میدونید؟ هر آدمی خودش بهتر از هر کس دیگه خودش رو میشناسه. اگه میخواید موفق باشید، باید روی همه چیز شناخت داشته باشید، حتی خودتون. باید همه ضعف‌های خودتون رو بشناسید تا اونا رو پوشش بدید و بهبود ببخشید، اینکه کلاً حذفش کنید. باید نقاط قوت خودتون رو بدونید تا وقتی میخواید خدمات بدید و برای کسی کار کنید، توجه بقیه رو بیشتر به اونا جلب کنید. فقط با آنالیز دقیق خودتون میتونید خودتون رو بشناسید. همونطور که سالانه درآمد خودتون و اجناس خودتون رو بررسی میکنید، میتونید سالانه شخصیت و نقاط ضعف و قوت خودتون رو هم بررسی و تحلیل کنید که برای رسیدن به موفقیت ضروریه. در این بررسی ها باید سعی کنید که نقاط ضعف و قوت خودتون رو بشناسید و روی اونا کار کنید و در ضمن متوجه میشید که آیا نسبت به قبل پیشرفتی کردید یا نه. اگه آره، چقدر؟ اگه میخواید پیشرفت کنید، باید هر روز نسبت به قبل بهتر بشید، حتی اگر روند بهتر شدنتون خیلی آهسته باشه. تصمیم یا تردید؟ بررسی 25,000 نفر که شکست رو تجربه کردن نشون میده که یکی از عمده‌ترین دلایل شکست این افراد تصمیم گیری ضعیف بوده. تردید که مخالف تصمیمه، یه دشمن عمومیه که هممون باش مواجه شدیم و میشیم. مطالعات روی افرادی که تونستن ثروتشون رو به بالای 1,000,000 دلار برسونن نشون میده که همه اونها این توانایی رو داشتن که سریع و قاطعانه تصمیم بگیرن و اگرم در تصمیماتشون تغییری ایجاد کردن، این تغییرات آهسته بوده. آدمایی که نمیتونن موفق باشن بدون استثناء در تصمیم گیری خیلی ضعیفن و خیلی زمان میبره تا یه تصمیم بگیرن. از طرفی هم تغییر تصمیمم تو این آدما خیلی سریع و آنی اتفاق میفته، به طوری که گاهی هر روز فکرشون رو عوض میکنن. نظر و تصمیم این دسته از آدما خیلی راحت تحت تأثیر نظر بقیه تغییر میکنه. اونا اجازه میدن روزنامه‌ها و بقیه مردم براشون تصمیم بگیرن. اما بدونید نظر دادن ارزونترین کار روی زمینه. همه منتظرن که راجع به کار بقیه نظر بدن و متاسفانه شکست خیلی هم به این دلیل بوده که نظرات غیر کارشناسی و گاهی مسخره بعضی از دوستانشون رو گوش کردن و نظر دوستشون اعتماد به نفس و طرحشون رو نابود کرده. هر کس برای خودش قدرت تفکر داره. از این قدرت استفاده کنید تا بتونید تصمیم بگیرید. اگه برای اتخاذ یک تصمیم درست و عاقلانه به راهنمایی و اطلاعات دیگران نیاز دارید، دقت کنید که فقط به حرفای اونا گوش بدید و هیچ وقت هدف و تصمیمی که دارید رو بهشون نگید تا راهنمایی اونا براتون تأثیر منفی نداشته باشه. افرادی که ریسک کردند. مهمترین تصمیم تاریخی شهروندان امریکایی در 4 جولای 1776 در فیلادلفیا وقتی گرفته شد که 56 نفر اسنادی رو امضا کردند که یا باعث آزادی تمام امریکا میشد و یا میتونست منجر به اعدام خودشون بشه و به این ترتیب 4 جولای روز استقلال امریکا از استعمار انگلستان شد. میشه از این واقعه درس بزرگی گرفت. تقریبا همه مردم امریکا تاریخ این تصمیم حیاتی رو در تقویم حفظ هستند، اما شاید کمتر کسی توجه کرده باشه که گرفتن این تصمیم در اون زمان چقدر جرأت و جسارت لازم داشته. معمولا ما
تاریخ رو اونطور که تو مدرسه بهمون درس داده شده بلدیم. ممکنه تاریخ رخ دادن اتفاقات و اسامی افراد رو بلد شده باشیم، ولی معمولاً از عزم راسخ اون افراد چیز زیادی نمیدونیم. کسی که میخواد توی زندگیش موفق باشه باید این جرأت رو داشته باشه، جرأتی که تاریخ ساز باشه. به یاد داشته باشید که امریکا، کشوری که اقتصاد و تکنولوژی اون در سطح بالای قرار داره، از یک تصمیم تاریخی در 4 جولای که 56 نفر با همفکری به اون رسیده بودن زاده شد. بعدها این تصمیم به سربازها روحیه داد که شکست رو قبول نکنن. قدرتی که به این ملت آزادی داد همون قدرتیه که باید توسط تک تک افراد که میخوان روی پای خودشون بایستن استفاده بشه. برای رسیدن به موفقیت باید این 6 اصل رو در نظر داشت: خواستن، تصمیم، باور، صبر و پافشاری، نبوغ و طرح سازماندهی شده. بدانید واقعاً چه می‌خواهید. برای اینکه بتونید به چیزی برسید باید دقیقاً بدونید اون چیز چیه. با توجه به این اصل متوجه میشید که چرا این همه توصیه میکنیم که همه اهدافتون باید با خواستن همراه باشه. چون این موضوع برای رسیدن به هدف واقعا لازمه. در مسیر جستجو برای راز موفقیت دنبال معجزه نباشید، چون در دنیای واقعی معجزه وجود نداره. معجزه فقط مخصوص پیامبران است. شما فقط باید قوانین طبیعت رو پیدا کنید. این قوانین برای هر کسی که به اونا باور داشته باشه و جرأت استفاده از اونا را هم داشته باشه کارایی دارند. این قوانین یک جا باعث استقلال و آزادی یک ملت میشن و در جای دیگه میتونن باعث ثروتمند شدن یک شخص بشن. قطعیت تصمیم همیشه مستلزم دل و جرأته. اون 56 نفری که اعلام استقلال امریکا رو امضا کردن رو به یاد بیارید. اونا با این امضا زندگی خودشون رو به خطر انداختند. در صورتی که برای رسیدن به یک شغل دیگه لازم نیست طرف زندگیشو و جونشو روی تصمیم بذاره. حداکثر اینه که لازمه آزادی و استقلال مالی خودشو روی اون کار بذاره. پس معلومه که گرفتن این تصمیم خیلی راحت تره. کسی که به دنبال ثروته باید واقعا اون رو بخواد و براش هر کاری که میتونه بکنه. باید ریسک های زیادی بپذیره و از خیلی از چیزا دل بکنه. صبر و پافشاری. صبر 8مین قدم در رسیدن به سمت ثروته. صبر یک پارامتر ضروری در رسیدن به خواسته هاتونه. اراده در واقع پایه صبره. به همین علته که وقتی اراده و خواستن با هم جمع بشن هیچ چیزی نمیتونه جلوی اونا رو بگیره. خواستن نقطه شروع همه موفقیت هاست. اینو تو ذهنتون داشته باشید که خواست ضعیف نتایج ضعیفی رو براتون به همراه میاره. یا آتیش کم مقدار کمی گرما تولید میکنه. پس اگه صبرتون کمه سعی کنید آتیش خواسته هاتون رو شعله برتر کنید. اونایی که قدرت تحملشون بالاست پاداشش رو هم میگیرن و به هر هدفی که دنبالش باشن میرسن. تازه این همه قضیه نیست. اونا چیز مهمتر دیگه ای رو هم به دست میارن. یادگیری از اشتباهات. دانشی که هر شکست براتون به همراه بیاره یک مزیت بسیار ارزشمنده. میتونید به خودتون یاد بدید که صبر داشته باشید. صبر یک ثبات ذهنیه. پس میشه اونو رشد داد. عوامل مختلفی میتونن باعث افزایش صبر ما باشن. از جمله الف، قطعیت هدف. این که بدونید چی میخواید. اولین و مهمترین قدم در تقویت صبره. یک انگیزه قوی به شما کمک میکنه که سختی‌های زیادی رو تحمل کنید. ب، خواسته. اگه واقعا هدفتون رو بخواید و اون هدف براتون مهم باشه خیلی راحت میتونید در مسیر رسیدن به اون هدف صبر کافی داشته باشید. پ، خودباوری. به توانایی خودتون در تحقق خواستتون معتقد باشید و با صبر طرحتون رو اجرا کنید. ت، قطعیت نقشه‌ها. طرح‌ها و نقشه‌های سازماندهی شده حتی اگه ضعیف و غیر عملی باشن میتونن صبر شما رو تقویت کنن. 3. دانش دقیق. این که بدونید طرحتون از نظر علمی و تجربی
اصولی و درسته باعث میشه خیالتون راحت باشه که بالاخره به نتیجه مورد نظر خواهید رسید و در نتیجه اعتماد بیشتری داشته باشید و این حس صبر شما رو تقویت میکنه. پس دقت کنید که حدس زدن کافی نیست، چون حدس یعنی عدم اطمینان، چیزی که میتونه به راحتی به صبر و پشتکار شما لطمه بزنه. جیم، همکاری و هماهنگی با دیگران موجب تقویت صبر میشه. چه؟ عادت. صبر نتیجه مستقیم عادته. ذهن خوراکی را که روزانه بهش میدیم جذب میکنه و براش یک عادت میشه. ترس بدترین دشمن شما میتونه با تکرار صبر و جرأت مداوا بشه. از سرمایه صبر خودتون استفاده کنید و خوب دقت کنید و ببینید در این مورد چه کمبودی دارید. خودتون رو دقیق ارزیابی کنید و ببینید که در چند مورد از مواردی که گفتم ضعف دارید. انتقاد. آیا شما از اون آدمایی هستید که از انتقاد وحشت دارند؟ اجازه بدید بعضی از نشانه‌های ترس از انتقاد رو با هم بررسی کنیم. اغلب مردم نمیذارن دوستان و خانواده‌شون نصیحت و توصیه بکنن چون از انتقاد میترسن. تعداد زیادی از مردم با نارضایتی زندگی میکنن و تا آخر عمر به همین منوال ادامه میدن، چون همیشه میترسن که اگه بخوان اشتباهاتشون رو اصلاح کنن و به اونا اعتراف کنن، مردم ازشون انتقاد میکنن و اونام از انتقاد میترسن. هر کسی که این ترس رو تجربه کرده میدونه که اثر منفی اون در نابودی خاصش چقدر زیاده. میلیون‌ها نفر بعد از ترک مدرسه دیگه به دنبال تحصیلات نمیرن چون از انتقاد میترسن. اونا میترسن که به اشتباهات گذشته خودشون اعتراف کنن. تعداد بیشماری از مردم هم به فامیلاشون اجازه میدن که توی زندگیشون همه جوره دخالت کنن و زندگیشون رو نابود کنن چون میترسن مورد انتقاد فامیل قرار بگیرن. ولی واقعیت اینه که هر کسی حق داره زندگیشو اونطور که دوست داره اداره کنه. معمولا مردم دوست ندارن شانس خودشونو در زمینه کسب و کار و تجارت امتحان کنن چون میترسن اگه شکست بخورن سیل انتقادا به سمتشون سرازیر بشه. در این موارد ترس از انتقاد که یک پارامتر منفیه از خواسته و تمایل پیشی میگیره و باعث توقف فرد میشه. چطور قاطعیت خودمان را تقویت کنیم؟ چهار مرحله ساده وجود داره که میشه به کمک اون عزم شما راسخ بشه. برای انجام این 4 مرحله نه لازم تحصیلات بالایی داشته باشید و نه لازم خیلی باهوش باشید. فقط باید براش کمی وقت صرف بذارید و یک کمی هم تلاش کنید. این 4 مرحله عبارتند از یک هدف قطعی با همراه تمایل و اشتیاق کافی برای رسیدن به این هدف. 2. یک نقشه و طرح قطعی و مشخص با پیگیری زیاد. 3. ذهنی که به روی همه تفکرات منفی بسته باشه، از جمله پیشنهادهای منفی خویشاوندان و دوستان. 4. اتحادی دوستانه با شخص یا اشخاصی که شما را به دنبال کردن نقشه‌هاتون و رسیدن به هدفتون تشویق کنند. این 4 قدم برای موفقیت در تمام کارها ضروری هستند. باید رعایت این 4 قدم براتون یک عادت بشه. با این مراحل میتونید سرنوشت اقتصادی خودتون رو کنترل کنید. این دستورالعمل مراحل لازم برای رسیدن به استقلال فکریه. با دنبال کردن این موارد میتونید به ثروت، قدرت، شهرت یا هر چیز دیگه‌ای که میخواید برسید. با این دستورالعمل میتونید رویاهاتون رو محقق کنید. چطور از سختی‌ها عبور کنیم؟ چه قدرتی به افراد صبور نیرو میده تا سختی‌ها رو تحمل کرده و از اون عبور کنن؟ آیا صبر به صورت روحی، ذهنی یا شیمیایی در ذهن افراد ایجاد میشه؟ آیا کسی که بعد از بارها شکست و با وجود اینکه تمام دنیا باش مخالف هستن بازم به جنگه آدم زیرکیه؟ من تونستم به کمک 500 نفر از موفق‌ترین افراد امریکا دانش موفقیت رو توسعه بدم. افرادی مثل توماس ادیسون و هنری فورد جز اون
500 نفرن. حالا بذارید راجع به بهترین شاگردم با شما حرف بزنم. کسی که تونست موفقیت زیادی کسب کنه. دبلیو استون، رئیس بیمه امریکا. بعد از اینکه کتاب بیاندیشید و ثروتمند شوید در سال 1937 چاپ شد، یک کپی از اون به دست آقای استون رسید و او تحت تاثیر این کتاب قرار گرفت. اونقدر که یک نقشه 20 ساله برای خودش ترسیم کرد. در اون زمان آقای استون خدمات بیمه‌ای ارائه می‌کرد و درآمدش نهایتاً $4000 در هفته بود. بعد از مطالعه کتاب تصمیم گرفت تا 20 سال بعد برای خودش یک شرکت بزنه و رئیس اون بشه و میخواست بیشتر از $10 میلیون هم سرمایه داشته باشه. جالبه بدونید حتی قبل از اینکه فرصت 20 ساله‌ای که به خودش داده بود تموم بشه، تونست رئیس 4 شرکت بزرگ بیمه بشه و بیش از $35 میلیون ثروت کسب کنه و امروز ثروتش بیش از $100 میلیون تخمین زده شده. او این موفقیت رو مدیون فلسفه اندرو کارنگی میدونه و به خصوص این که اعتقاد داره قطعیت هدف از همه چیز مهمتره. 2000 فروشنده او اکنون موفق‌ترین افراد در صنعت بیمه هستن و هر کدومشون هم یاد گرفتن که از این دانش استفاده کنن و روی مفهوم قطعیت هدف تأکید دارن. پس بیکار نشینید و برای خودتون یک هدف ترسیم کنید. خرد جمعی، 9مین قدم به سمت ثروت. قدرت برای دستیابی به پول ضروریه. بدون قدرت لازم نقشه‌ها و طراحی‌ها بی‌استفاده است. این بخش روشی رو که میتونید با اون به قدرت دست پیدا کنید توضیح میده. قدرت ممکنه به صورت دانش سازماندهی شده و جهت‌دهی شده تعریف بشه. قدرت تلاش سازماندهی شده‌ایه که به شما کمک میکنه خواسته ذهنی خودتون رو در واقعیت عملی کنید. تلاش سازماندهی شده از طریق همکاری 2 یا چند نفر که با هماهنگی هم برای یک هدف تلاش میکنن به دست میاد. همونطور که گفتم برای رسیدن به پول قدرت لازمه، اما بعد از رسیدن به پول باید اونو نگهداری کرد و بهش اضافه کرد و باز هم برای این کار به قدرت نیاز دارید. خب حالا بریم سر بحث اصلی، اینکه اصولاً قدرت چطور به دست میاد. اگه قدرت دانش سازماندهی شده باشه، بیایید منابع دانش رو بررسی کنیم. الف، ذکاوت. این منبع دانش رو در بخش تخیلات خلاق توضیح دادیم. ب، تجربه. در هر کتابخونه‌ای میتونید خاطرات و یادداشت‌ها و زندگی‌نامه‌های افراد مهم و موفق دنیا رو پیدا کنید که پر است از تجربیات زندگی اونا. یک بخش مهم از این گنجینه تجربیات تو مدارس به صورت درس تاریخ به شما تدریس میشه. پ، آزمایش و تحقیق. انسان هر روز در همه زمینه‌های زندگی از جمله علم، حقایق جدیدی رو کشف و سازماندهی و طبقه بندی میکنه. وقتی اطلاعات از طریق تجربه‌های قبلی قابل دستیابی نیست، باید از این منبع و تصورات خلاقانه خودتون استفاده کنید. دانش ممکنه از هر کدوم از این 4 منبعی که گفتم به دست بیاد. با سازماندهی دانش به شکل نقشه‌ها و طرح‌های مشخص و عملی کردن اون طرح‌ها میتونید دانش رو به قدرت تبدیل کنید. رسیدن به قدرت از راه خرد جمعی. خرد جمعی مجموع دانش و تلاش‌هایی است که در یک هماهنگی گروهی بین 2 یا چند نفر برای دستیابی به یک هدف مشخص به دست میاد. هیچ کس به تنهایی نمیتونه قدرت زیادی به دست بیاره. تو بخش بعدی براتون توضیح میدم که چطور برای تبدیل خواسته ذهنی به واقعیت طرح‌ریزی کنید و نقشه بکشید. اگه این دستورات رو با سماجت و زیرکی دنبال کنید و به خوبی اتاق فکر خودتون رو انتخاب کنید، تقریباً نصف راه رو رفتید. پس یک اتاق فکر مناسب و درست انتخاب کنید تا قدرت‌های بالقوه‌ای که میتونید اونها رو بالفعل در اختیار داشته باشید رو از دست ندید. ما در اینجا 2 مورد از ویژگی‌هایی که باید یک اتاق فکر خوب داشته باشه رو توضیح میدیم. یکی از ویژگی‌ها جنبه اقتصادی داره و یکی دیگه جنبه روانشناسی. خصوصیت اقتصادی واضحه. با گروهی که با شما همکاری و هماهنگی خوبی داشته باشن، قطعاً میتونید به اهداف اقتصادی برسید. این همکاری تا به حال تقریباً پایه و اصل هر موفقیت بزرگی در تاریخ بوده.
درک فاز روانشناسی کمی سخت‌تره. وقتی دو ذهن با هم جمع بشن، قدرت کار اونا به اندازه قدرت کار سه ذهن میشه. چطور قدرت فکر خودتان را چند برابر کنید؟ چطور قدرت فکر خودتون رو چند برابر کنید؟ مغز انسان مثل یک باتری الکتریکیه. اگه چند تا باتری رو با هم به کار بیاندازید، انرژی بیشتری از یک باتری تکی میگیرید. اما یک باتری تکی فقط به اندازه سلولهای خودش نیرو و ظرفیت داره. کار مغز مشابه همینه. بعضی از مغزها از بعضی دیگه کارآمدترند. یک گروه از مغزها که به هم متصل شده باشن و با هماهنگی هم کار کنن، از یک مغز تکی انرژی فکری بیشتری ایجاد میکنن. همونطور که اگه باسیهای الکتریکی رو از جهت درست به هم متصل کنیم، انرژی بیشتری میدن. پس براتون مشخص میشه که راز قدرت آدمایی که دور و بر خودشون رو با آدمای خوشفکر دیگه پر میکنن چیه؟ حالا برای اینکه فاز روانی اصول خرد جمعی و اتاق فکر رو بهتر درک کنیم، یه مثال دیگه براتون میزنیم. وقتی چند تا فکر با هم و با هماهنگی کار کنن، انرژی برآیند این افکار در دسترس تک تک افراد گروه قرار داره. هنری فورد با وجود فقر و نداشتن تحصیلات آکادمیک و با وجود نادیده گرفته شدن توسط دیگران کسب و کار خودش رو شروع کرد. آقای فورد تونست در عرض 10 سال این سه کمبود خودش رو جبران کنه و تنها در عرض 25 سال یکی از پولدارترین آدمای امریکا شد. بیشترین جهش ناگهانی آقای فورد مربوط به وقتی میشه که با توماس ادیسون دوست شد و متوجه شد که اتحاد چند ذهن و فکر میتونه آدمو به چه جاهایی برسونه. بد نیست بدونید اوج موفقیت آقای فورد زمانی حاصل شد که با هاربی فایرستون، جان باروز و لوتر بربک کار مشترکشو شروع کرد. هر کدوم از این آدما ذهن فوق‌العاده‌ای داشتن و از اینجا آدم متوجه میشه که چقدر راحت میشه با ایجاد اتحاد دوستانه بین چند ذهن قدرت قابل ملاحظه ایجاد کرد. غلبه بر افسردگی. بذارید از تجربه‌ام در کمک به فرانکلین روزولت برای تشکیل یک اتاق فکر که باعث شکست رکود کشور در سال 1933 شد براتون بگم. مدتی بعد از اینکه رئیس جمهور وارد کاخ سفید شد، از من خواست که برم و براش کار کنم. ما تونستیم یکی از بهترین گروه‌هایی که تا به حال وجود داشته رو تشکیل بدیم. در این گروه اعضایی از هر دو حزب سیاسی کنگره حضور داشتند و با هماهنگی رئیس جمهور کار می‌کردند. این موضوعی بود که در گذشته اتفاق نیفتاده بود و در آیندهم خیلی بعید پیش بیاد. اکثر روزنامه‌های امریکا بدون توجه به گرایش سیاسیشون به خاطر این گروهی که در کاخ سفید تشکیل داده بودیم از رئیس جمهور حمایت می‌کردند. حتی رادیو و خبرنگارهای دیگه هم از رئیس جمهور حمایت می‌کردند. با تصویر خوبی از ایالات متحده نمایش داده بودیم. رهبرهای هر دو حزب بزرگ کشور دست در دست هم به کاهش هرج و مرج در کشور کمک می‌کردند. همه مردم فارغ از دیدن و مذهب و گرایش سیاسیشون از رئیس جمهور حمایت می‌کردند و من تا به حال شرایطی مشابه اون ندیدم. این نتیجه اتحاد یک اتاق فکر بود که برای رسیدن به یک هدف فراجناحی و ملی تلاش می‌کردند. پس مطمئن باشید که اگه شما هم یک اتاق فکر هماهنگ و دلسوز و خوش فکر داشته باشید، هیچ کاری براتون غیر ممکن نیست. ذهن انسان به تحریکات پاسخ می‌دهد و در اثر این پاسخ اشتیاق و تخیلات تقویت می‌شوند. عوامل مختلفی میتونن ذهن انسان رو تحریک کنن، از جمله عشق، شهرت، قدرت، ثروت، موسیقی، دوستی، تفکر جمعی که با همکاری و هماهنگی دو یا چند نفر ایجاد میشه، ترس و مشروبات الکلی. بیشتر این محرک ها سازنده و طبیعی هستن. وقتی ذهن تحریک میشه، میتونه تفکرات و تخیلات شخص رو به پرواز در بیاره و به اون اجازه میده که آینده خودش رو ببینه. سرنوشت شما با احساساتتون رقم میخوره. همه تحت تاثیر احساساتشون هستن. این یک قانون طبیعیه. بخش خلاق ذهن توسط احساسات به کار میفته. این محرک های ذهنی
قدرت و شدت تفکرات شما رو هم به صورت موقت و هم به صورت دائم افزایش میدن. یادتون باشه که با کمک گرفتن از این منابع میتونید ضمیر ناخودآگاهتون رو در اختیار بگیرید و اونو در جهتی که میخواید به کار ببندید. ولی عشق بزرگترین تجربه زندگیه. ضمیر ناخودآگاه 11مین قدم به سمت ثروت. ضمیر ناخودآگاه نوعی هوشیاری است و در واقع جایی است که هر چیزی که از طریق یکی از حواس پنجگانه به ذهن برسه در اونجا دسته‌بندی و ضبط میشه. این هوشیاری احساسات رو بدون توجه به ماهیتشون میگیره و دسته‌بندی میکنه. این یعنی که به راحتی میتونید بذر هر طرح و نقشه‌ای رو که دوست دارید در ضمیر ناخودآگاه خودتون بکارید. به عبارتی حتی میتونید در ظاهر گولش بزنید. ضمیر ناخودآگاه اول روی تمایل‌ها و خواسته‌های اصلیتون که با احساسات همراه باشن کار میکنه، مثل باور و اعتقادات. البته هیچ وقت نمیشه ضمیر ناخودآگاهتون رو کاملا کنترل کنید. در واقع وقتی بذری در اون کاشته شد و برنامه‌ای بهش داده شد، دیگه هیچ چیز جلودارش نیست. اما نکته اینجاست که میتونید اون بذر رو خودتون کاشته باشید. یعنی هر طرح، خواسته یا هدفی رو که دوست داشتید میتونید توش بکارید. بعد از اون که وجود ضمیر ناخودآگاه رو پذیرفتید و متوجه شدید که ضمیر ناخودآگاه مثل وسیله‌ایه که خواسته هاتون رو به واقعیت تبدیل میکنه، دستورالعملی که در بخش خواستن بهتون دادم رو بهتر متوجه میشید. بعد میفهمید که چرا مدام بهتون میگم که خواسته خودتون رو کاملا مشخص و شفاف کنید و حتما روی کاغذ بنویسیدش. متوجه میشید که تکرار در انجام دستورالعمل‌هایی که بهتون دادم چقدر مهمه. اگر بار اول نتونستید با ضمیر ناخودآگاهتون ارتباط برقرار کنید، دلسرد نشید. یادتون باشه که ضمیر ناخودآگاه رو فقط از طریق عادت و دستورالعمل‌هایی که در بخش باور بهتون دادم میشه جهت داد. فقط صبور باشید و از تمرین و تکرار خسته نشید. تبدیل تخیلات به واقعیت. در واقع اگر میخواد یک تصور و رویا به واقعیت بپیونده، باید اون رو از طریق تخیلات در ضمیر ناخودآگاهتون فرو کنید و باور رو چاشنی کار کنید. در واقع علت بسیاری از رویدادهای زندگی ما رفتار خودکار ضمیر ناخودآگاهمونه. پس باید برای کنترل ضمیر ناخودآگاهتون آماده بشید تا بتونید از اون طریق خواستهاتون رو بهش منتقل کنید. خیلی خوب. برای شروع اول باید شیوه این کار رو یاد بگیرید. باید با زبان خودش باش صحبت کنید وگرنه جوابتون رو نمیده. زبان ضمیر ناخودآگاه ما زبان احساساته. پس بهتره در مورد 7 احساس اصلی مثبت و 7 احساس اصلی منفی صحبت کنیم. وقتی احساسات منفی و مثبت رو به خوبی شناخته باشید، میتونید از احساسات منفی دوری کنید و به سمت احساسات مثبت متمایل باشید تا بتونید ضمیر ناخودآگاهتون رو به درستی آموزش بدید. 7 احساس اصلی مثبت عبارتند از احساس خواستن، باور، عشق، شادی، اشتیاق، رابطه عاطفی و امید. البته احساسات مثبت دیگه‌ای هم وجود دارند، اما این 7 قوی ترین و مهمترین اونا هستند. با این 7 مورد میتونید احساسات مثبت دیگر هم کنترل کنید. وقتی ذهنتون پر از احساسات مثبت باشه، مسلماً بهتر میتونید به ضمیر ناخودآگاهتون فرمان بدین. خیلی خوب. حالا 7 احساس عمده منفی که باید از اونا دوری کنید چی اند؟ احساس ترس، حسادت، نفرت، انتقام، طمع، خرافات، توهم و عصبانیت. نکته اینجاست که نمیشه ذهن و همزمان هم با احساسات مثبت و هم با احساسات منفی پر کرد. به قول شاعر، در این سرا 2 تن نگنجد. باید یکی از این 2 غالب باشه. این مسئولیت شماست که مطمئن شید احساسات مثبت غالب هستند و در ذهن شما حکمرانی میکنن. اینجاست که قانون عادت
به کمک شما میاد. اگه احساسات مثبت برای شما به عادت تبدیل شدن، ذهنتون رو طوری مدیریت میکنن که احساسات منفی اصلا نمیتونن وارد اون بشن. بذارید خیالتون رو راحت کنم. مطمئن باشید فقط با انجام مداوم این دستورالعملها میتونید ضمیر ناخودآگاهتون رو کنترل کنید و بدونید که متاسفانه حتی یک حس منفی میتونه اثرات مثبت ضمیر ناخودآگاهتون رو نابود کنه. خیلی باید مراقب باشید. مغز ایستگاه دریافت و انتشار تفکرات و 12مین قدم به سمت ثروت. حدود 40 سال پیش با دکتر الکساندر گراهم بل و دکتر المر آرگیت کار میکردم. متوجه شدم که مغز هر انسان ایستگاه انتشار و دریافت تفکراته. ضمیر ناخودآگاه ایستگاه ارسال مغزه و تفکرات انسان از اونجا منتشر میشن. حالا در طرف دیگه این ارسال و دریافت مفهوم تصور خلاقو داریم که در واقع یه جور ایستگاه دریافته که شما از این طریق تفکرات رو جذب میکنید. خب حالا با توجه به این دو مفهوم، پیشنهاد خودکار که با اون ایستگاه انتشار مغز رو به کار میگیرید رو در نظر بگیرید. اگه دستورالعمل‌هایی که در فصل پیشنهاد خودکار به شما دادم رو اجرا کنید، میتونید بفهمید که چگونه خواسته شما به کمک اون به واقعیت تبدیل میشه. شیوه کار ایستگاه انتشار ذهنی شامل یک فرایند ساده است. وقتی میخواید از ایستگاه انتشار مغزتون استفاده کنید، باید 3 اصل رو به یاد داشته باشید: ضمیر ناخودآگاه، تصور خلاق و پیشنهاد خودکار. یادتون باشه که این پروسه با خواستن شروع میشه. ناملموس و نادیدنی. قوی‌ترین نیروها نامحسوس هستند. در سالهای گذشته انسان بیشتر به قدرت فیزیکی خودش متکی بوده و دانش و علم انسان هم محدود به اشیای فیزیکی قابل دیدن و قابل لمس کردن بوده. اما الان زمانه عوض شده. این عصر در مورد نیروهای درونی جهان به ما چیزهای زیادی یاد میده. یاد گرفتیم که نیروی روح از جسممون که به صورت فیزیکی توی آینه میبینیم خیلی قوی تره. از اونجا که از طریق هیچ کدوم از حواس پنجگانه نمیشه این نیروها رو دید، به اونا میگیم نامحسوس. همه ما با این نیروها کنترل میشیم. نیروی گرانش، نیروی امواج الکترومغناطیسی و نیروی برقم نمونه‌هایی از نیروهای نامحسوس هستند. پس ندیدن چیزی به هیچ وجه دلیل نمیشه که وجودش رو نادیده بگیریم و انکار کنیم. یکی از بزرگترین نیروهای درمانی ما انسانها نیروی تفکره که با نیروی دیگری به نام اراده میشه اونو کنترل کرد. پس باید به بهترین شکل از بزرگترین نیروی در دسترستون استفاده کنید. هوش نامتناهی، 13مین قدم به سمت ثروت. به این هوش گاهی حس ششم هم میگن. وقتی که 12 اصل قبلی رو خوب یاد گرفتید، میتونید به سراغ این اصل برید و از اونم استفاده کنید. حس ششم قسمتی از ضمیر ناخودآگاهی که به اون تصور خلاقم گفته شده. ایده ها و نظرات از طریق این قسمت به ذهن ما منتقل میشن. به این فرایند میگن الهام. اگه بقیه اصول این فلسفه رو یاد نگرفته باشید، نمیشه این بخش رو به شما توضیح داد. معجزات حس ششم. من به معجزات معتقد نیستم. برای اینکه میدونم طبیعت هیچ وقت از قوانین تخطی نمیکنه. البته بعضی از قوانین اونقدر پیچیده هستن که به نظر معجزه میان، مثل حس ششم. در بخشای بعدی قدم به قدم شما رو به آخرین اصل نزدیک میکنم. اگر هر کدوم از اصول قبلی رو خوب یاد گرفته باشید، آماده اید که ادعاهایی که در ادامه میگم رو بپذیرید. وگرنه باید اصول قبلی رو دوباره مرور کنید. خیلی قبل از اون که حتی یک خط برای انتشارات بنویسم یا سخنرانی کنم، سعی کردم عادت کنم با تقلید از 9 نفر که
خیلی منو تحت تاثیر قرار دادن شخصیت خودم رو عوض کنم. این 9 نفر امرسون، پین، ادیسون، داروین، لینکلن، بربنگ، ناپلئون، فورد و کارنگی بودن. هر شب به طور تخیلی با این گروه جلسه داشتم. هدفم از این کار این بود که شخصیت خودم رو بازسازی کنم و به شخصیت این 9 نفر نزدیک بشم. توی ذهنم این 9 نفر رو دور یک میز میچیدم و باهاشون حرف میزدم. شاید به نظر این کار بچگانه بیاد، اما تا این کار رو آزمایش نکنید متوجه اثرش نمیشید. ساخت شخصیت. همه آدما بر اساس افکار و خواسته های غالبشون به اون چیزی که الان هستن تبدیل شدند. هر خواسته‌ای باعث میشه شخص به فعالیت‌های دست بزنه که اون خواسته رو عملی کنه. پیشنهاد خودکار یک مورد مهم در ساخت و شکل دادن به شخصیت هست. با این اطلاعات تجهیزات لازم برای شکل دادن به شخصیت خودتون رو دارید. توی جلسات تخیلیم که قبلا راجع بهش باهاتون حرف زدم، از اعضای جلسه اطلاعات میگرفتم. زندگینامه‌های اونا رو خونده بودم و بعد از چند ماه متوجه شدم که انگار این شخصیت‌های تخیلی برام واقعی شدن. هر کدوم از اونا توی جلسه خصوصیات خاصی داشتن. مثلا لینکلن همیشه دیر می اومد. اون همیشه صورت جدی داشت. به ندرت پیش می اومد بخنده. بقیه اینطور نبودن. یا مثلا بربنگ اغلب با ایده‌های جالبش بقیه رو تحت تاثیر می‌ذاشت. این جلسه ها اونقدر برای من واقعی شده بودن که از نتیجه اون ترسیده بودم که فراموش کنم این جلسه ها فقط برای کسب تجربه و تخیلی هستن. اگه این تجربه غیر معمول خودم رو زودتر میگفتم خیلی تعجب میکردید و ممکن بود به سلامتی روحی من شک کنید. اما پیشنهاد میکنم شما هم مثل من به حرف دیگران اهمیت ندید. فقط کافیه این کار رو امتحان کنید. با وجود اینکه این جلسات فقط در ذهن من و تخیلی بودن، اما برای من ماجراجویی‌های زیادی داشتن که از اونا تجربیات زیادی یاد گرفتم و تفکراتم خیلی وسیع‌تر شد. منبع الهام. در ساختار مغز بخشی وجود داره که تحریکات فکری رو دریافت میکنه. هرچند از نظر علمی هنوز معلوم نیست این بخش که حس ششم به اون مربوطه دقیقاً در کجای مغزه، اما این مهم نیست، چون به هر حال مشخصه که انسان‌ها علم و دانش رو از منابع دیگه‌ای بجز حواس فیزیکی هم دریافت میکنن. هر شرایط اضطراری که احساساتتون رو برانگیخته میکنه و باعث میشه قلب شما سریعتر بزنه، عموماً حس ششم شما رو هم درگیر میکنه. هر کسی که تجربه تصادف در رانندگی رو داشته باشه میدونه که توی اون لحظه حس ششم اغلب به نجاتش میاد و با تفکیک ثانیه ها به اون کمک میکنن. در لحظه تصادف شاید 3 ثانیه باشه، اما توی اون شرایط و با کمک حس ششم آدم به اندازه 5 ثانیه معمولی میتونه عکس‌العمل نشون بده. هدف اصلی من توی برقراری جلسات تخیلی با کاراکترهای تخیلیم این بود که ضمیر ناخودآگاهم رو با کمک اصل پیشنهاد خودکار تحت تاثیر قرار بدم و خصوصیت‌های شخصیتی که لازم میدونستم رو به دست بیارم. در سالهای اخیر عملکردهای من کاملاً عوض شدن. حالا دیگه هر وقت با مشکل سختی مواجه میشم توی جلسه خیالی اون رو با مشاورین خیالی هم مطرح میکنم. نتیجه اغلب غیر قابل باورن. هرچند فقط به این نوع مشاوره گرفتن اتکا نمی کنم و از افراد حقیقی هم مشاوره می گیرم. نقطه شروع همه موفقیت ها خواستنه. نقطه پایانم اینه که دانشی به دست بیارید که به شناخت خودتون، بقیه و قوانین طبیعت منتهی بشه. این که بتونید شادی رو بشناسید و درک کنید. و به نظر من فقط با استفاده از هر 6 حس میتونید به این درک برسید. قبل از اینکه از این فلسفه استفاده کنید، ذهنتون باید آماده دریافت اون باشه. آماده سازی ذهن کار سختی نیست و با کمی مطالعه، بررسی و در نهایت شناختن 3 دشمن اصلی بشر شروع میشه. این 3 دشمن چیزی نیستن جز بی‌هدفی، شک و ترس. حالا کافیه این 3 تا رو از سر راه بردارید.
چون مطمئن باشید تا وقتی که حتی یکی از این سه دشمن در ذهنتون باشه، حس ششم نمیتونه هیچ کاری انجام بده. البته خبر خوب اینه که این سه دشمن خیلی به هم نزدیکن و وقتی یکی از اونا رو شکست بدید، شکست اون دوتای دیگم خیلی راحت میشه. 6 ترس عمومی. به طور کلی میتونیم بگیم توی دنیا 6 نوع ترس عمده وجود داره که هر انسانی حداقل در برهه‌ای از زندگیش از چند مدلش رنج برده. اگه کسی از هیچ کدوم از این 6 ترس ضربه ندیده باشه، آدم خوششانسیه. این ترس ها به ترتیب عبارتند از: 1. ترس از فقر. 2. ترس از انتقاد. 3. ترس از مریضی. 4. ترس از دست دادن کسی که عاشقشید. 5. ترس از پیری. 6. ترس از مرگ. سایر ترس‌های زندگی یا زیر مجموعی این 6 ترس هستند یا اصلا اهمیت چندانی ندارن. یه خبر خوب در مورد ترس‌ها اینه که اصولاً ترس فقط یک حالت ذهنیه و گفتیم که هر کس میتونه حالتهای ذهنی خودش رو کنترل کنه و به اونا جهت بده. ساز و کار ذهن انسان به این شکلی که معمولاً ذهن سعی میکنه تفکرات و تصورات در واقعیت ایجاد بشن. این تفکرات میتونن به طور خودآگاه یا ناخودآگاه ایجاد شده باشن. به همین علته که به هر چیزی فکر کنید به احتمال زیاد همون براتون پیش میاد. تفکراتی که شانسی ایجاد شده باشن یا بقیه اونها رو در ذهن شما ایجاد کرده باشن، به اندازه تفکراتی که خودتون از روی هدف و قصد ایجاد میکنید روی سرنوشت شما اثر میذارن. حالا میتونم جواب یه سوال که شاید برای شما هم زیاد پیش اومده باشه رو بدم. اون سوال اینه که واقعا چرا یک نفر ممکنه از دید مردم خوششانس باشه اما یه نفر دیگه با همون توانایی‌ها یا حتی توانایی‌های بیشتر خیلی وقتا به اصطلاح بدشانسی میاره؟ گفتیم هر کسی میتونه ذهنشو کاملا کنترل کنه. پس میتونه مثلا ذهنشو به تفکرات منفی که مغزهای دیگه منتشر میکنن ببنده و فقط به تفکرات مثبت اجازه رشد بده. از طرفی همانطور که بارها گفتم تفکرات خودشون رو به واقعیت نزدیک میکنن. پس اگه ترس از فقر توی ذهن شما باشه، هیچ وقت شجاعت و توانایی مالی نخواهید داشت. پس این بدشانسی نیست، بلکه چیزیه که خود شخص خواسته، شاید بدون اینکه حتی متوجه باشه. 6 ترس اصلی در تصمیم گیری های شما اخلال ایجاد میکنن. پس باید از شر اونا خلاص بشید. برای همیشه ترس از مرگ رو کنار بذارید. برای این کار کافیه کمی عاقلانه فکر کنید و مرگ رو به عنوان یک رویداد حتمی که نمیشه ازش فرار کرد قبول کنید. مرگ جزئی از زندگی. مرگ حقه و میدونیم که حتی کسانی که دوستشون دارین رو هم دیر یا زود از دست میدیم و مرگ دیگران هم حقیقت دومیه که باید قبول کنیم. ترس از فقر رو با این فکر که میتونید به راحتی به هر مقدار پولی که میخواید برسید از بین ببرید. با این طرز فکر نسبت به حرف بقیه نگران نباشید، ترس از انتقاد رو نابود کنید. ترس از پیری و کهولت سن رو هم با قبول اون و اینکه با داشتن سن بالا تجربه و دانش زیادی خواهید داشت از بین ببرید. با فراموشی دردها ترس از بیماری رو نابود کنید. هیچ چیزی توی زندگی ارزش ناراحتی و نگرانی رو نداره. کسی که ذهنش با ترس پر شده دیگه نمیتونه تصمیم‌های زیرکانه و هوشمندانه بگیره و یا افکار منفی که به ذهنش میرسه رو هم نابود میکنه. انرژی منفی، کارگاه شیطان. مردم علاوه بر 6 ترس اصلی که راجع به اون باهاتون صحبت کردم، از یک موضوع دیگه هم رنج میبرن. نتایج اون به روح شما آسیب میرسونن و این خیلی از اوقات باعث شکست شما میشه. حتی اغلب متوجه حضور اون نمیشید. متاسفانه این عامل چیزیه که نمیشه مثل ترس طبقه بندیش کرد، اما از همه اون 6 ترس خطرناکتره. اجازه بدید اسم این شیطان موذی رو انرژی منفی بذاریم. اونهایی که به موفقیت‌های بزرگ میرسن همیشه خودشون رو از شر این شیطان بزرگ محافظت میکنن، اما آدمای فقیر این کارو نمیکنن. اگه میخواید موفق باشید باید ذهنتون رو آماده کنید تا بتونه از خودش در برابر این شیطان محافظت کنه.
باید خودتون رو خیلی دقیق بررسی کنید تا متوجه بشید که در برابر تفکرات منفی حساس هستید یا نه. اگه از این مورد غفلت کنید نمیتونید به خواستتون برسید. اما چطور از خودمون در برابر این اثرات منفی محافظت کنیم؟ امواج منفی و بدبینی ها به هر حال وجود دارن، چه خودتون تولید کننده اونها باشید و چه اطرافیانتون. اما برای جلوگیری از اثرات مخرب اونها باید به نیروهایی که دارید تکیه کنید و نیروی مناسب این کار چیزی نیست جز قدرت اراده. این قدرت میتونه به راحتی یه سپر محافظتی در برابر انرژی های منفی ایجاد کنه. باید این حقیقت رو قبول کنید که هر انسانی طبیعتاً تحت تاثیر محیط خارج قرار میگیره. شما از هر 6 ترس هم تأثیر میگیرید و باید برای مقابله با اون ترس‌ها عادتهای خاصی رو تو خودتون شکل بدید. انرژی‌های منفی بیشتر از طریق ضمیر ناخودآگاه روی شما اثر میذارن. پس شناسایی اونا کار سختیه. پس باید ذهنتون رو در برابر همه آدمایی که شما رو دل سرد میکنن ببندید. سعی کنید بیشتر با افرادی نشست و برخاست کنید که به شما کمک میکنن خودتون باشید و به جای خودتون فکر کنید. بدون شک بزرگترین ضعف انسانها اینه که ذهنشون از تفکرات منفی اطرافیانشون اثر میگیره. این اثرات منفی خیلی مخرب هستن، برای اینکه بیشتر مردم متوجه وجود اونها نمیشن و وقتی هم که متوجه این بشن کاری برای مقابله با این دشمن بزرگ انجام نمیدن تا جایی که به جزئی از عادتهای روزانه‌شون تبدیل میشه. پس با کمک نیروی اراده با امواج منفی بجنگید و اونا رو شکست بدید. زمان. زندگی مثل یک بازی شطرنجه که حریف شما در این بازی زمانه. اگه قبل از انجام حرکت تردید کنید یا حرکت درستی نکنید، زمان به راحتی مهره‌های شما رو میزنه و میتونه حتی کیشو ماتتون کنه. شما در برابر رقیب سرسختی هستید. شاید قبلا بهانه‌هایی داشتید که خواسته هاتون محقق نشدن، اما اونا هر چی که بودن الان دیگه قابل قبول نیستن. برای اینکه الان دیگه شاه کلید موفقیت دستتونه. این شاه کلید یک مفهوم ذهنیه، اما قدرت زیادی داره. شما با اون میتونید یک هدف رو شدیداً بخواید و بعد بهش برسید. برای استفاده از این شاه کلید هیچ استثنایی نیست، اما اگه از اون استفاده نکنید باید تاوان پس بدید. تاوان استفاده نکردن از این کلید چشیدن طعم تلخ شکسته و اگه ازش استفاده کنید پاداش میگیرید. پاداش هم رضایت از موفقیتتونه. شما باید زندگی رو مجبور کنید که هر چی رو که میخواید بهتون بده. حرف آخر. گفته میشه که من بیشتر از هر کس دیگه‌ای با آدم‌های موفق دیدار داشتم. نمیدونم این حرف درسته یا نه، اما من میدونم که کسایی که تونستن توی زندگیشون موفق بشن باید از این فلسفه پیروی کنن. نه فقط اونهایی که در حال حاضر زندگی میکنن، بلکه این اصل حتی شامل کسانی که هنوز به دنیا نیومدن هم میشه. وقتی آقای کارنگی میدید که مشغول کار روی این فلسفه هستم، به من گفت به محض اینکه بفهمم چطور بدون خسارت زدن به جامعه میتونم همه پولم رو صرف امور خیریه کنم، از شر همه ثروتم خلاص میشم. این کارا رو هم کرد. اون پولای زیادی رو برای تحصیلات، کتابخونه ها و کارهای صلح طلبانه خرج کرد. اما از همه مهمتر به من گفت که بزرگترین بخش ثروتمو به تو واگذار میکنم تا به مردم یاد بدی که چطور پولم رو به دست آوردم و اونا چطور میتونن مثل من موفق باشن. اون فلسفه خودش رو به من واگذار کرد تا به شما انتقال بدم. کارنگی ادامه داد اگه امانتداری کنی و کار رو به خوبی تموم کنی، که البته معتقدم این کار رو هم میکنی، زمانی رو میبینی که از من خیلی ثروتمندتر میشی و در مقایسه با من آدمهای ثروتمندتری رو میبینی و باهاشون آشنا میشی. هضم این حرف آقای کارنگی خیلی برام سنگین بود. پیش خودم گفتم آقای کارنگی تا حالا انقدر از من تعریف نکرده بود. تا حالا هر چیزی که گفته بود درست از آب در اومده بود، اما این یکی دیگه عمرن اتفاق بیفته. اما امروز من هزاران برابر آقای کارنگی آدمای موفق رو دیدم و هر روز هم به این تعداد اضافه میشه.
در طی 20 سالی که صرف توسعه این فلسفه کردم، حقایق زیادی رو دیدم. وقتی یه بحران بزرگ جهان رو در بر میگیره، بعضی از فرمول‌های ناشناخته باعث حل اون بحران میشن. مثلا وقتی کشور امریکا دچار بحران و جنگ داخلی بود، آبراهام لینکلن اون رو نجات داد. یا زمانی که مردم در ترس اقتصادی زندگی میکردن، روزولت اونها رو از این ترس نجات داد و اوضاع رو سر و سامون داد. سرنوشت آدم‌های معمولی و فقیر رو بلند میکنه و بهشون مأموریت‌های خیلی بزرگی میده. شاید میخواد به همه نشون بده که وقتی کسی متوجه قدرت بزرگترین نعمت خدادادی یعنی تفکر بشه و از اون به خوبی استفاده کنه، کاری نیست که نتونه انجام بده. مهم نیست که الان میخواید چی کار کنید یا در آینده میخواید چه کاره بشید. اما شک نکنید که برای رسیدن به هدفتون هر چی که هست راه بازه و شما بدون شک اون رو پیدا میکنید. ممنون.